خواهر یا برادر، دوست و دختری دوست پسرشون رو بیارن تو خونه هاشون نگه دارن، تو خونه مادر حتی کسی حق حرف زدن باش نداره. شما فکر میکنید اینا همینجور سادگی اینجا رسیده؟ در مغرب زمین کسی مادرش یا خواهرش یا برادرش با دوست پسرش با دوست برادرش تو اتاق خودش بخوابه ها، اونی که تو اتاق دیگری حق اعتراض نداره. خب با از بین بردن اخلاق با خانواده که بزرگترین توطئه قرن 20 برای بشریت تونستن بیشتر این جوامع 50% پسران پدرشون مشخص نیست که کی هستن، پدرانشون کی هستن. بحران‌های اجتماعی رو نگاه کنین، بحران‌های شدید اجتماعی رو، پول هست، پیشرفت مادی هست، صنعت، همه چی هستش. بحران‌های اخلاقی رو نگاه کنین، بی آرامشی رو نگاه کنین. ولی زن متاسفانه در این مورد بسیار بسیار مظلوم قرار گرفته. یعنی جسد زن باش تجارت میشه برای شهوت انگیزی. آدامس رو تبلیغات میکنن زن، هر جبری تبلیغات زن. رسانه های جمعی رو نگاه کنین با جسد زن تجارت میکنن. شبه آری نه چیه؟ این آزادیه. آدم کوره، نمیدونه فرق آزادی با اینا، با شهوت فرستی و زن و اوریان قرار دادن و زن و آلت دست قرار دادن چیزی بیش دیگریه. 10,000 نفر از زیباترین زنهاشون گرفتن به عنوان هنرپیشه، به عنوان فلان، فقط به خاطر فریبکاری. همه جامعه اینه شراب و زن، شراب و زن، به چیز دیگری فکر نکنه. سینما ها رو نگاه کنید، نمایشگاه ها رو نگاه کنید، نمیدونم فیلم های جنسی، نعوذ بالله، بدترین فحش ها، تجارت با برده سفید به اصطلاح، بس این که زن ها رو بدوزند و تجارت باشون بکنن. هزاران بازی که شما اینها رو بهتر از بنده میدونید. نتیجه چیه؟ نتیجه از بین رفتن اخلاقه، نتیجه از بین بردن دین، نتیجه اینه که این آزادی نیست که آقا زن رئیس جمهور شده، زن نخست وزیر شده، بعد شده، این مشکلی رو حل نکرده. اگرچه در امریکا در این 200 سال یک زن هم رئیس جمهور نشده، اما مکر توطئه غیر از اینه، فریب غیر از اینه. زن مهانتی پیدا کرده متاسفانه که شده. ولی الان چیکار میکنن؟ الان شروع کردن دوباره مدارس زن و مرد رو جدا کردن، یکی یکی رو دارن تجربه میکنن. الان که نه 15 سال 20 سال بیشتر، حتی به خاطر مصیبت های اجتماعی که بار اومده. عرض کردم اینها اگر انقلاب صنعتی در فرانسه و در انگلستان به انحراف کشیده نمیشد، خیلی بهتر از این میتونست باشه. لیکن خب فاشان پشت پرده تونستن از اشتباهات کلیسا بدترین سوء استفاده رو بکنن و جامعه رو به اینجا بکشونن. ولذا راحل بحران‌های اخلاقی و اجتماعی و جوامع بشری در عریان شدن زن نیست، در عریان شدن مرد نیست، در ولنگاری اخلاقی نیست. ایناش یه قرنه چنان از همدیگه کام میگیرن. به کجا رسیدن؟ خوبی ها رو باید گفت، بدی ها رو باید ازش انتقاد کرد. از خوبی ها اینه با دموکراسی حکومت های تشکیل دادن که آزادی سخن و آزادی اندیشه رو، آزادی انتقاد و
آزادی نظارت بر حکومت ها رو تا حدی متکفل شدن در داخل کشور خودشون، در بیرون نه. در بیرون بزن به چاپه، میبینید که در داخل کشور خودشون. ولی شرح این مطالب جای دیگری نیاز داره. وقتی انسان از تمدن غرب صحبت بکنه، وقتی که از دموکراسی صحبت بکنه، وقتی که از کمونیستی صحبت بکنه، وقتی که از لیبرالیسم صحبت بکنه. و الان من تلفن ها بازه، الان جاش اینجا نیستش. اینجا من فقط عرضم این بود که در رابطه با سوال خانم رویا این موضوع رو یک کمی باز بکنم. اما حقوق زن نیاز به یک تلویزیون مستقل داره. مثلا عرض میکنم کسی بخواد صحبت کنه، بلکه مطالب خیلی زیاده و بنده اینجا چیکار میکنم؟ تا جایی که به عقل خاصر خودم میرسه سعی میکنم که الاهم فی الاهم رو ذکر کنم. من موضوع جامعه ایرانی رو بی‌حجابی نمیدونم. موضوع جامعه ایرانی در این بره معضل جامعه ایرانی معضل زن و مرد نیست، بلکه معضل نظام حکومتی است. معضل اندیشه هایی است که این نظام برش بنا شده، از زن از مرد بر همه هم ظلم میکنه، و ظلمش هم مشترکه و این ظلمش، این ستمش یه پایگاه عقیدتی داره. مالزا بنده سراغ این پایگاه ها میره، همینی که شما در. اما من هرگز با لایک ها و ضد دین ها راجع به زن هم نظر نیستم، اصلا هم نظر نیستم. بارها با جرأت هم گفتم که در بعضی از موارد با اون چه که در داخل کشور راجع به زن هاست شاید نسبت به بعضی از کشورهای منطقه بهترم باشه، اگرچه من مخالف این رژیمم. این دیدگاه خودمانه، دقت میکنید؟ اما این یک جزءه. وقتی اصل فاسد باشه، اگه دوست داشتین تلفن بازه از این لحظه. وقتی اصل فاسد باشه، به سراغ جزئیات رفتن و مسئله زن، مسئله نقاب، مسئله یکی مسائل رو چیز کردن به نظر من خیلی مشکل رو حل نمی‌کنه. اما اصل مسئله دونستان خوبه. بر هر مسئله مگه حجاب رفتی به جمهوری شیطانی رژیم داره؟ حجاب یک حکم اسلامیه، یک حکم دینیه. یک مؤمن حق داره، یک زن مؤمن، یک مرد مؤمن، یک مرد مسلمان حق داره که حکمونو بدونه. حکمش چیه؟ حکمش اینه که عرض کردم. این هیچ ربطی به رژیم نداره. اگر یک اسلام ستیز و بی خرد و بی عقل از این کارها سوء استفاده میکنه، آدم نباید فریب اونو بخوره. خب مثل که در این لحظه تلفنی نیست، پس اجازه بدید من برم سراغ موضوع دیگری. و خب خانم رویا مثل که شما سوالی نداشتید دیگه. من فکر کنم سوال شما رو تا حدی که عقل قاصرم میدونست جواب دادم، ولی مطمئنم که شما رو قانع نکرده. من اینو میدونم. از خدا میخوام که دل شما رو باز کنه بر اون چی که خیر دین شما و دنیای شما درش هستش. خب دوستان تلفن بازه. من وقتی حرف میزنم این تلفن همش مشغوله. جانم بفرمایید. الو، سلام بر شما. الو، سلام بر شما. محمد هستم از امریکا تلفن می‌زنم. قربان شما، سلامت باشین. خیلی متشکرم که هم خودتون رو معرفی کردین بدون که من سوال بکنم. بفرمایید جناب.
در رابطه با بحثی که الان شما کردید در رابطه با حجاب خواستم یه عرض خدمتتون. خواهش میکنم بفرمایید. ببینید مسئله که در رابطه با حجاب هست الان تو ایران همونطور که شما میدونید و یه گوشه اشاره کردید مسئله سیاسیه و تضاد اصلی واقعا بین بی حجاب و حجابدار نیست. بله. ولی ما یه چیز که در رابطه با خواهرامون موقعی که یه خواهر ایرانی از خونه خارج میشه میره تو جامعه یه طریقی زیر فشاره. همین خواهر موقعی که میاد تو خونه به یه طریق دیگه از طریق شوهر یا از طریق برادر یا از طریق پدر بازم زیر فشاره. یعنی مشکلی که یه زن ایرانی داره واقعا خیلی متفاوته. در داخل کشور میفرمایید؟ داخل کشور ایران دارم میگم. بله. داخل کشور میگم. در داخل منزل چرا زیر فشار به نظر شما؟ در داخل منزل به خاطر درک بد مرد از در رابطه با زن. یعنی حالت این که یه مرد جهان سوم تعریف درستی از برابری نداره. ببین اون برابری و یه حالت سلطه خودش فکر میکنه که اگر حقوق برابری داشته باشه با زن، اگر حقوق زن رعایت بکنه، این حقوق این به این دلیله که ممکنه که به اصطلاح یا این زن از دست بده یا درک صحیحی نداره چون تعلیم تربیتی ندیده. اون تعلیم تربیتی هم که دیده از با چطور البته توی یک سیستم گذشته هم زمان شاه هم همین مسئله بوده. یعنی همین درد از زن به عنوان یک کالا استفاده میکردن. متاسفانه من عذر میخوام این بله درسته. آمدی برای فروش، آمدی برای مصرف، همین کاری که الان در جای دیگه میشه داره انجام میده. از تمام روانشناسا شما اگر هر کسی صحبت بکنید بپرسید شما چند تا روانشناس یعنی میشناسین و فوری اولین کسی که اسم برام فرویده به خاطر اون نظریه خاصی که داره. یک توطئه‌گر جنسی. دقیقاً. یک روانشناسی جنسی که خودش هم از خفاشانی است که خانواده رو در غرب ویران کرد. و این مسائل به طور کلی و آموزش بدی که دیده شما مثلا حتی در وجه مذهبیش در نظر بگیرید. در قرآن که این سوره نور که شما مطرح کردید و مسئله حجاب که مطرح کردید، خب میشه گفت اگر من یه سوال بکنم یا یک از خواهرمون سوال بکنه، مثلا میگن که اگر خانمی خواهری حجاب رعایت نکرده، حالا هر کسی هر تعریفی که از حجاب داره، یعنی من بر این باور هستم که مرد این اجازه رو نداره که تعریفی از حجاب داشته باشه. حالا فکر کنیم یه خواهر من این حجاب رعایت نکرده، این چی باید بشه؟ در قرآن آیا چیزی گفته مستقیم در این رابطه؟ من نخوندم، من اطلاع ندارم. مثلا در رابطه با دزدی حکم مشخصی هست ولی در این رابطه حرفی نزده. قرآن تا اونجا که من اطلاع دارم سکوت کرده، نگفته که مثلا زن زندانی کنید، زن این کار انجام بدید، زن اینجا کار کنید که اگر حجابت رعایت نکرد. درست. و من فکر میکنم به این علت هم این کار نکرده که حجاب یه مسئله دو طرفه است. دو طرفه به این طریقه که مثلا خواهری حجابش رعایت نکرده، برای کی رعایت نکرده؟ برای من چشم بندازم پایین. اون آیه که اول آیه به مرد مومن میگه تو چشت بنداز پایین، من نگاه نکنم. هر دوشون به هر دوشون اتفاقی دستور میده، هم زن هم مرد دستور میده. صحیح میفرمایید. ولی اگر میگم اول به مرد میگه اگر زنی رعایت نکرد حکمی برش نیست. مرد چششو بندازه پایین تا زن به اون نقطه برسه که خودش اون مسائل رعایت بکنه، به جای اینکه یه فشار یه حجاب به صورت یک وسیله زور مطرح باشه که برای بیان کردن یه مسائل خاصی، چون به وسیله شما حجابه که مطرح کنید تقریبا میتونید 5 نوع لباس پوشیدنه که مطرح کنید تقریبا میتونید 5% از مردم اون کشور رو کنترل کنید، زنا رو میتونید کنترل کنید. مسئله کنترل اصلا دیگه بعد ایدئولوژیک نداره این مطلب. چطوری یعنی میتونید کنترل؟ شما وقتی یک حجاب یعنی یه لباس که گفتی زنها بپوشند، خب چه میخواد سیاه باشه، چه میخواد سفید باشه، چه میخواد یعنی لباس یونیفرم قرار ندادید، اما دستور
دادید که زنها عوراتاشون رو بپوشونن. این چطوری میتونه دولت کنترلشون بکنه؟ یعنی من این باور نیستم که دولت باید در این رابطه در این رابطه باید کاری انجام بده. چون ببینید اگر ما دولتی که داریم صحبت میکنیم، نه دولت اسلامی شما میگید یا هر دولتی؟ من برای باورم که هر دولت. نه هر دولتی که شکی نیست، دولت‌ها که کاری می ندارن. اینجا فقط دولت اسلامیه که مشکل داره. ببینید من اصلا با این کلمه اسلامی که پسوند خیلی از کلمات باشه خیلی مسئله دارم. یعنی به این طوری شده دولت اسلامی، سیاست اسلامی، نمیدونم هر چی که هست، حجاب اسلامی، که دیگه حالا مثلا حتی اسلاممون هم شده دیگه که خوندم نوشته بود اسلام نام. این احکامی که اومده در اسلام، این احکامی که اومده به نظر شما برای اجرا یا برای اجرا نیست؟ احکامی که اومده برای اجرا. اینا رو کی اجرا میکنه؟ این احکام اگه برای مرد برای زن. نه اون که هیچی. برای زن در جامعه چی؟ در جامعه اینا رو که اجرا میکنه. این مهمه. آیا این احکام در جامعه باید اجرا بشه یا نشه؟ آیا پیامبر خدا این احکام اجرا کرد یا نه؟ آیا خلفای بعد از اون احکام اجرا کردند یا نه؟ آیا مسلمان ها در تاریخ خودشون این احکام اجرا کردند یا نکردند؟ این مهمه. تمام اجرا کردن توسط تعلیم تربیت یا education، نه با فشار. نه یکی از اینا فشار، یکی از قدرت سیاسی به خاطر فشاره. قدرت مگه میشه با تعلیم تربیت چراغ راهنمایی جلوشو گرفت؟ امکان نداره. البته من این بحثو من زیاد دوست ندارم باز کنم در این مورد، برای که بارها اینو گفتم راجع به حکومت اسلامی که الان وقت یعنی این چیزش نمیدونم، برای که وضع آشفته شده. خب هرچی من بگم پای رژیم نوشته میشه، مشکل اینجاه. ولی در مجموع قانون که اومد، قانون یعنی زور. قانون دیگه چیز درونی رو کار نداره. هر جا که قانون اومد یعنی پای زور در می آمد. برای که وایلا نیرو سیاسی برای چیه؟ قدرت سیاسی برای چیه؟ به این خاطره که قانون اجرا بکنه. اینجا هم همینطوره. این احکام نیاز و مجری کنند، همه احکام اسلامی نیاز و مجری کننده داره. این مجری کننده کیه؟ کسی است که نماینده جامعه. در جامعه اسلامی مسلمان ها هستن، در جامعه اسلامی حاکم اسلامی هستش. اگه چطور انتخاب بشه اونها مسائل دیگریه باز، ولی به هر حال این احکام نیاز به اجرا داره. خداوند پیامبر فرستاده این احکام اجرا بکنه، فقط برای ارشاد نیست که خودتون این کارا بکنید. ولی اگه خود می بود که اصلا هیچ مشکلی پیش نمی اومد. هیچ و کسی هم دین ارشاد قبول نمی‌کرد اگه خود می بود. اگر ما بخوایم حکمی رو که مطرح میکنید، اگر قرآن گفته و قرآن صحبت نکرد، آیا در قرآن شاید من اطلاع ندارم، شما نه در این مورد قرآن چیزی نداره که اگر زنی حجاب نپوشه چیکار کنه؟ خواهرمون چی میخوایم بدین که اون میگه که میدونم. من اینجا مثال دیگری زدم وسیع‌تر از این، مثالی وسیع‌تر. من با حجاب میخوام یه مطلب میگم، چون این دولت میتونه حجاب اجباری بکنه نسبت به مسلمان ها، نسبت به غیر مسلمان ها مختلفه. یعنی دست دولت در این مورد ها بازه، ولی به شرطی که خود اون دولت نماینده مردم باشه. اگر نماینده مردم نیست نه. خب بر فرض هم بکنیم که فرض کنیم که یه دولتی نماینده مردم هست. بله. و همین دولت های غربی نماینده مردم نیستن، چی همه قانون درست میکنن؟ و چرا در اینجا ما قبول میکنیم در اونجا قبول نمیکنیم؟ چی این همه قانون درست میکنن؟ برای چی؟ برای که نماینده مردمشونن. اگر مسلمان ها دولتشون نماینده خودشون بود چرا نتونه قانون درست کنه؟ چرا نتونه قانون در دایره شهر درست کنه با وجود که 1400 سال حکومت کردند با همین کار؟ تفاوتش در یه چیزه که حکومت‌های غربی موقعی که یه قانونی میذارن، این قانون پشتوانه ایدئولوژیک نداره. یعنی شما چرا داره؟ پشتوانه ایدئولوژیک نداره. چرا داره؟ چطور نداره؟ اگه نمیداشت که به خاطر یک قطعه پارچه که چیزو بیرون دخترها رو از مدرسه بیرون نمی‌کردن در فرانسه 100% هیچ چیزی بدون ایدئولوژیک نیست. داره مردم فریب میدن. این همش پشتوانه ایدئولوژیک داره. اما چی در قالب‌های متعدد ظاهر میشه. هر چیزی که شما اعتقادی رو اون ایدئولوژیته. میخواد دموکراسی باشه، میخواد کمونیستی باشه، میخواد دین باشه، میخواد غیر دین باشه، هر چی باور شماست اون ایدئولوژی شماست. نه این نه صحیح میفهمم. من بعد گفتم اشتباه گفتم. منظورم اینه که
ایدئولوژی یه چیز من میگم که تفاوت داره بین باور مذهبی، از باور مذهبیشون نشأت نگرفته. نه مهم نیست، این مهم نیست که مذهبی باشه غیر مذهبی، مهم اینه که اون بر اساس باور خودش داره این کارو میکنه. توجه میفرمایید؟ چون خیلی تعیین داره. ببینید شما اگر باورت که کاری که دارین انجام میدین پشتوانه یه باور مذهبیتون باشه، پشتوانه شما مثلا میگی خداست، یه پشتوانه دیگه پشتوانهتون به آسمان وصله، ولی موقعی که قانون هست، قانون شما به قانون اساسی کشور بسته. پشتوانهتون نه این به نظر من ساده کردن مسئله. مهم نیستش به خدا واسطم، به خدا اینه به کتاب خدا، اینه به قانون اساسیش دیگه. قانون اساسی که فرستاده فرقی نکرد. قانون اساسی رو یا خدا باید بنویسیم یا همونی که خداوند بر ما فرستاده. فرقی نکرد در نهایت اونی که در جلوی من شما هست. ولی در چرا یک دولتی که لاییکه میتونه قانون تصویب کنه هر چی دلش خواست بنا به مصلحت جامعه خودش، ولی یک دولت اسلامی نتونه؟ من با حرف شما موافقم. یه دولت اسلامی هم حق داره، هر دولتی فرق نمیکنه، هر جامعه‌ای که دور هم جمع شدن میتونن برای خودشون یه قانون بذارن. بله. با این تفاوت که دولت اسلامی داره قانون اساسی داره، باقی اونجایی که ساکت شده، اونجایی که مسئله واضحی درش نیست، میتونه از آراء قدیم و جدید، از فقهای قدیم و جدید و از مصالح بشری و از مصالح جامعه خودش استفاده کنه. یعنی دستش غنی‌تره، ثروتش بیشتره تا کسی که هیچی نداشته باشه. ولذا بسیار از قانونهای بریتانیا چیه؟ عرف رایجه، فقط هیچ قانون مشخصی دربارش نیست. عرف رایج در اینجا چیه؟ عرف رایج قانون جامعه. توجه میکنید؟ در اینجا دست مسلمان ها خیلی پرتره، ولذا قرنها طول کشیده تا اینها رو از دین خودشون بیگانه کردن. ولی ما هنوز اون جواب خواهرمون رو نمیتونیم بدیم که اگر میگیم بر مبنای قرآن شما این نوع لباس باید بپوشی. نه این نوع نشد، مشکل اینجایه. نه این نوع نشد. یعنی این قرآن گفته که این لباستون اینه، زینتتون اینه، برای مرد و بر زن. یعنی زن در یک جامعه اسلام ببخشید یه مرد نمیتونه با شورت بره بیرون. خب یه مرد فرقی نکرد، یعنی بره دولت میتونه جلوشو بگیره. با زن هم همینطور، ولی مقدارشو بیشتر کرده. ولی میگم من یک مثال همیشه میزنم، اجرای این احکام بدون پیش زمینه درست و صحیح و ایجاد جامعه، خود اجرای احکام کار بدیه. چرا؟ مثال میگم، وقتی یه دزد بیاد، بلا تشبیه مثال میزنم، یه دزد بیاد، یه رباخور بیاد از ربا منع کنه، یه شرابخور بیاد از شراب منع بکنه، یه بی نماز بخواد بیاد مردم به زور به نماز بفرسته، میدونی این کار چقدر بده؟ درست. این کار ریشه نمازو کندنه. درست. مشکلی که ما در جامعه داریم اینه. چرا؟ مشکلی که داریم اینه که یک مشت افرادی که مردم انتخابشون نکردن، یعنی مردم در واقع الان از این بازی سیاسی بگذاریم که انتخابات شکلی میشینه، ملت خودشو شریک در سرنوشت خودش نمیدونه. یعنی نمیگه که آقای خامنه‌ای واقعا دردای منو میگه، من انتخابش کردم یا من باش بیعت کردم، من در مقابلش مسئولیت دارم. اینو در دل خودش نیست. اما یه نفر غربی اینجوری نیستش. یه نفر غربی عموما، البته اگرچه همه اینطوری نیستن، عموما اینها و حاکمای خودشون نماینده خودشون میدن، میدونه که رأیشون تاثیر داره، میدونه که اگه این آقا پا رو کش کنه من فردا با رأی خودم اونو میکشم پایین. یعنی چی؟ یعنی خودشو در سرنوشت جامعه تا حدی شریک میدونه. تا حد. خب این یه روش اسلامیه، این یک روش 100% اسلامیه، بلکه اسلام خیلی جلوتر از اینه، خیلی جلوتر از اینه در این مورد. یعنی اینکه اگر حاکم پاشو کش کنه، هر مسلمانی وظیفه داره در مقابلش وایسته و اون وایستادن رو جهاد میدونه. تاجم اون وایستادن رو نه فقط مبارزه، جهاد در راه خدا میدونه. خب اینو از صحنه بیرون کردن. خب الان دولتی به نام اسلامی تشکیل شده، مردم خودشون شریک نمیدونن، به سرنوشت خودشون هم بی تفاوتن. ولذا
این دولتو چون دشمن خودشون میدونن، هرچی دولت بگه بر ضدش انجام میدن، هرچی دولت بگه بکنه، چون خودش شرعاً انتخاب نشده، چون خودش از راه قانون انتخاب نشده، چون از راه چپاول و دزدی انتخاب شده، کلک زده، هر کار بکنه خرابتر میکنه. هر کار بکنه یعنی فرضاً بخواد کاری رو درست بکنه خرابتر میشه. چرا؟ چون ریشه خودش خرابه. نه نماینده مردمه، نه نماینده دینه. نه مردم رو انتخاب کردن، نه از راه دین انتخاب شده. اگرچه این در ذهن بندی دوتا تضاد نداره، دین و مردم یکی هم در جامعه اسلامی. خب اینجاست که اجرای احکام، اجرای حجاب، اجرای فلان، اینها همه کار خرابتر میکنه، درسترش نمیکنه. والدان اشکار میکنن، یه روز با زنها بازی میکنن، با حجاب زن بازی میکنن، یه روز نمیدونم با فلان بازی، همش بخواد که به قدرت بمونن. این کار روز بدتر داره میکنه و عکس العملی که پیدا میشه اینه که مردم به کل دین، به کل نظام و به کل هرچی اینها حرف میزنن بدبین میشن و بحرانی که در جامعه ایجاد کردن هم اینه. شما یه جامعه، اگر من فرصت دارم بگم؟ بله بفرمایید. من میدونم سوال شما چیه. یه جامعه که اسلام نمونه باشه مثلا. نه، من میگم شما الان همین جامعه ایران یا هر جامعه‌ای که فکر میکنن خودشون ادعا میکنن اسلامیه مقایسه کنید با یک جامعه حدود 1400 سال پیش. من یه جای یه داستانی خوندم، نمیدونم حقیقت داره یا نه. گفتن زمانی که در مسجد بود که عمر چیز شد، خلیفه شد، بله. از مردم خواست، گفتش که سوال کرد، نمیدونم این درسته یا نه، اگه درست نیست شما خواهش میکنم بفرمایید شما. که اگر من به راه کج برم، بله، شما بله. چطوری من آگاه میکنید؟ بله. یک عربی از بلند شد با شمشیرش، گفتش که اگر تو راه کج بری، من با این شمشیر راه راست بهت نشون میدم. درسته. و همون موقع شما مثلا خلیفه اون موقع باشه، ببینید اینقدر با مردم نزدیک بودن اون موقع. اینا بلکه نماینده مردم بود، نه؟ خلفای راشدین اصلا بادیگارد اینا نداشتن اصلا. یه نفر یه غلام ایرانی میتونه اینقدر بهش نزدیک بشه که بتونه به این طریق بهش ضربه بزنه اینا. حالا برای اینکه اولا گفتم درسته؟ کاملا درسته. دیروز من این موضوع رو گفتم، بارها گفتم، وقتی که چی شد که عمر رضی الله تعالی عنه بر سر منبر گفت که اگر ما کج بشیم کی ما رو راست میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی حاکم همیشه باید راست کننده ای داشته باشه. حاکم همیشه باید ملت، امت مراقب حاکم باشه. یعنی اینکه حکومت طبیعتا فاسده، قدرت انسان رو فاسد میکنه. برای که انسان تا به قدرت رسید، یعنی دیگه اون حالت اولی نیستش، انسان دیگه. یعنی هر انسانی انسانه، در یک شرایط جدیدی قرار گرفته. خب این نیاز به مراقبت داره. میگه اگر ما این دلیل بر بیداری وجدان اون شخصی که این حرفو میزنه، کج بشیم، کی ما رو راست میکنه؟ یکی از نمازخوانان بلند شد گفت من با این شمشیر راست شما رو کج میکنم. گفت شکر خدا که در امت من هنوز کسانی هستند که اگر ما کج بشیم با شمشیر ما رو راست میکنن. بعد از اون در یه بار دیگه مسلمان ها وقتی خطبه میخونند اولشون اینه که اسم او اطیعو، یعنی از خدا و رسول بشنوید و گوش کنید. تا اینو خون و حکام و فرمانداران تو در راه خدا و رسول هستن. خب در چنین شرایطی اطاعتشون واجبه. بعد تا اینو خون یکی بلند شد گفت نه، لا نسمعک ولا نطیعک، ما نه ازت گوش میکنیم نه ازت اطاعت میکنیم. گفت چرا؟ گفت غنیمت اومده، شما به هر کدوم ما یه پیراهن دادی، چرا پیراهن تو که قد بلندی پیراهن درازتره، این از کجا گرفتی؟ بله. گفت که عمر به فرزندش اشاره کرد. اون بلند شد گفت که این سهم منه که من بهش دادم. خب وقتی چنین عدالتی اجرا بشه یعنی چی؟ یعنی فرد جامعه حس میکنه که بر جامعه حکومت میکنه. فرد جامعه خودشو شریک میدونه. نه کسی رفت ترورش کرد، نه بهش سیلی زد، نه بهش گفت خفه شو با خلیفه. چونی خلیفه که اونم عمر که نصف جهان دستشه. نه خیر آقا، هیچ کسی بهش چی نگفت، بلکه عمر تشکر هم میکنه. خب علی هم چنین بود، عمر این چنین بود، خلفای راشدین این چنین بودن. مشکلی که خلافت امویه درست کرد اینه که این مراقبت امت رو زد کنار. اولین انحراف در حکومت اسلامی همینه. حاکمان همیشه نیاز به مراقب دارن. مراقب که امته، ملته. خب اینها اومدن تا اینکه خلافت از بیعت
از انتخاب مردم به پادشاهی مبدل شد، خب خود به خود کل چهره جامعه عوض میشه. یعنی چی؟ چون اون آقا مثلا یزید اومده دیگه میدونه که من مردم انتخاب نکردن. خب وقتی من کسی انتخاب نکردم، من در مقابلش پاسخگو هم نیستم. پاسخگو در مقابل کسانی هم که من انتخاب کردن. مسیر منحرف شد. مسیر که منحرف شد، روز به روز این انحراف بیشتر شد. اگرچه من یزید رو با خامنه‌ای و خمینی قابل مقایسه نمیدونم، اما این موضوع دیگری که زیاد میشه و مقصود این که تا روزی که جامعه اختیار عزل و نصب حاکم دستش نباشه، اختیار این که جامعه رو با نمایندگان خودش اداره نکنه، اجرای این احکام، این کار اینجا کردن، اینا کار بازیه، همش مشکلی رو حل نمیکنه، بیشترش میکنه. اولی مشکل شوراه. ولذا وقتی ما پیش آقای خمینی رفتیم، من بارها این موضوع رو نقل کردم، نمیدونم شما شنیدید یا نه، تکرارش نکنم. من برادرم نماینده مجلس خبرگان بود. بعد ایشون راجب چیز ماده 12 و 13 یا که بعدا 13 شد، مجلس رو ترک کرد، رفت پیش خمینی که من مجلس رو ترک میکنم دیگه، وجود من فایده نداره. مجلس خبرگان البته، نه شورای اسلامی. بعد ایشون گفت که ما در مذهب خودمون اصلا مجلس نداریم، مجلس شورا نداریم. ما پیش و درسته این در پیش ما امام میگه، مرجع میگه، دیگران تقلید میکنن و این درسته. در دیدگاه مرجعیت مردم حقشون اینه که از مرجع تقلید کنن، حق دیگه ای ندارن، نمیتونن مرجعشون رو انتخاب کنن، بیعت کنن، نه، این حرفا نیستش. همه مردم باید مقلد اون شخص باشن. خب ما مجلس شورا رو از مذهب شما گرفتیم. خب و این حرف درستیه. اگر به شورا عمل میشد، یعنی چی شورا؟ یعنی نمایندگان کشور، یعنی اون چرا که مردم خود انتخاب کردن. این شورا رو اومدن نه امامت شد نه شورا. الان نمایندگانی که به مجلس میرن کیانن؟ اونان که خود دولت میخواد. آخه این مصیبتی پس اونه که مردم میخوان نیستش. دولت از 100 تا فیلتر اینا رو میگذرونه، مردم تازه انتخابش کنن. مجلس نمیخواد، از خبرگان نمیخواد هیچ. یعنی در نهایت دولت و ملت اونه که خامنه‌ای میخواد. خب این فرق. ولذا من اینو قابل با یزید هم قابل مقایسه نمیدونم، برای یزید این بازی رو بلد نبود. آره دیگه، این بازی رو بلد نمیگفت من جمهوری اسلامی ام، نمیگفت من نماینده مردم ام، من شورا، این حرفا رو نمیزد. آقا من پدرم انتخاب کرده، من ولی عهدم، تمام شد. دارم شاه هم این بازی رو تا حدی کردش، اون کاری ندارم الان. خب الان هم شورای اسلامیه، هم امامته، هم ولایت فقیه. این چه مجونیه؟ هم مردم نماینده هم، ولی نماینده مردم اونند که خامنه‌ای بخواد، نماینده مجلس خبرگان اونند که خامنه‌ای بخواد. نمیدونم خبرگانی که تعیین میکنه، خبرگان خود آقای خامنه‌ای تعیین میکنه که منو تعیین کنین. اینا مسخره، اینا به ریش مردم خندیدنه. یعنی ولایت رو در قالب جمهوری اسلامی ایجاد کردن. چرا این کارا کردن؟ برای که در قرن 20 اصلا قابل قبول نیست که کسی بگه که حکومت ولایت فقیه تشکیل داد. مخصوصا 20 سال پیش 30 سال پیش در اون موقع اصلا آمدن آخوند به ریاست جمهوری قابل قبول نبود اصلا کسی. یعنی چی؟ حتی وقتی آیه طالقانی مطرح شد جامعه اینو نمیپذیرفت. یعنی چی آخوند بیاد رئیس جمهور بشه؟ خب اینا چیکار کردن؟ آمدن اینجوری یواش یواش آمدن جلو. الان فردا ممکنه ولایت اعلام کنن. و مشکل کجا؟ مشکلی که همه اینها مشکل جامعه رو حل نمیکنه، جامعه رو برده میکنه. همون بردگی رو در جامعه ایجاد میکنه که شاه ایجاد کرد. نظام شاهنشاهی مقصودمه. همون بردگی رو ایجاد کرد که نظام هرقل ایجاد کرد، نظام ساسانی ایجاد کرد. روحیه همونه، روش همونه. اسلام کلا بر علیه این روش ها قیام کرده. و الا همین حکومت ها، هرقل، ایران، روم، همه حکومت ها رو داشتن. 500-600 سال با هم دیگه جنگیدن. برای یک بار اصلا نقش مردم مطرح نشد که نقش مردم جزئی که از حاکمانشون پیروی کنند. اسلام اومد برای اولین بار حکومت مردم رو در تاریخ بشریت مطرحش کرد. باز برای که کار مشکلیه، کار بزرگیه. میدونید قرن 20 بالاخره به چیز شبیه این رسید. یعنی الان دموکراسی
به حکومت اسلامی خیلی من نمیگم دموکراسی حکومت اسلامیه، ولی به حکومت اسلامی در روش انتخاب، در روش مراقبت و حکام، در روش مراقبت بر جامعه به اسلام خیلی نزدیکتر تا حکومت‌های مدعی مسلمانی، تا کمونیست و اونا که به جای خودش بگذاریم. این خیلی نزدیکتره. چرا؟ چون مردم در نهایت نقشی دارن در این موضوع. فقط میگم آقا من وقت شما رو خیلی گرفتم، فرمایش دیگه ندارید؟ نه عرضی ندارم، فقط این مسئله شورا رو که مطرح کردیم میگم در صدر اسلام هم خیلی بود، حتی وجود یکی از این شوراها بود تا اونجا که من تو تاریخ خوندم، اینجا که جورج زیدان نوشته بود که جنگ مسلمان تو جنگ بعد بود شکست خوردن که شور کرده بودند و حضرت محمد نظرش این بود که بله داخل مدینه باشیم، اینا رأی دادن جوانان که ما خارج باشیم. بله اون در جنگ احد بود. احد بود. درسته. این شعور قبول کرد و حتی بعدش هم که برخلاف رأی خودش، ببین پیغمبره ها بهش وحی میشه ولی میبینن مردم رأیشون چیز دیگریه، گفت باشه. همین زمانی که حتی تو جنگ بعد بود که داشتن جای رو اونم درسته میخواست انتخاب کنه جنگیدن که ازش پرسیدن که این بهت وحی شده یا این که نظر خودته؟ گفت نظر خودمه، که گفتن که اشتباس مثلا بعد پشت سر چاها باشیم. آفرین. یعنی ببینید چقدر سعی صدر داشت. واقعا من این نه سعی صدر بلکه دستور الهی رو اجرا میکنه، یعنی خداوند مکلفش کرده خود پیغمبر رو، با وجودی که برگزیده بشره، با وجودی که در موردی که نص نیست، در موردی که وحی الهی نیست، بهش دستور داده که و شاورهم فی الامر. یعنی پیغمبر اینو به عنوان یک واجب الهی چیز میکرد که با مردم مشورت کن. یعنی چی؟ یعنی با اونها مشورت کن، اونها رو تربیت کن، یعنی اونها خودشون بعد از تو این کار رو بکنن. و شورا رو یک اصل اسلامی قرار داد و این خیلی مهمه در تاریخ بشریت. گوش میکرد به حرف مردم، به جایی که به عنوان مزاح بهش میگفتن، به حضرت محمد به مزاح میگفتن گوش بزن مثل کلمه. بله. یعنی به حرف هر کسی گوش میده. که چرا اینقدر مثلا ما داره انتقاد چرا اینقدر به حرف همه گوش میده؟ هر کسی میاد به حرفش گوش میده. به قول امروزی دهنبین. به قول امروزی چرا دهنبینه؟ چرا حرف هر کسی رو گوش میکنه؟ نعوذ بالله. بعد شما از ما واقعا ببینید، ما اگر سنت در نظر بگیریم یه همچین پیغمبری داریم. بله. قرآن به صورت اکادمیک شما بخوای تئوری بخوای یه کاری انجام بدی، اول تئوری بعد عمل میکنید دیگه. بله. اون قرآن داریم که یکی از آیامون شورا. بله آیه شورا. یک آیه دیگه قلم علمه. آفرین. ولی نگاه میکنه میبینیم که بی‌سوادترین متاسفانه امت شورا رو رها کرده، امت قلم رو رها کرده، امت اقرا خوندن رو رها کرده. دمتون گرم. قربان شما. زنده باشین. خدا حافظ شما. خیلی وقتتون گرفتم. نه من خیلی خوشوقت شدم از این روحیه زیبا شما، من خیلی خوشوقت شدم. زنده باشین. خدا حافظ شما. امتی که، ملتی که، دینی که سخنش با اقرا آغاز میشه، با بخون، اون امتی که نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه استاد صد معلم شد، خوندن رو رها کرد. این که چرا رها کرد، این نیاز به تفصیل تاریخ 2-3 قرن اخیر داره. وقتی تاریخ جنگ های صلیبی رو خدمتون ذکر کنم، اون موقع میدونه که چرا رها کرد و چرا ما به اینجا رسیدیم. من نمیدونم دموکراسی غرب میتونه تحمل کنه که من این حرفا رو بزنم، تا کی نمیدونم، اما یا شعبده بازان خود ما تا کی میذارن، ولایت فقیه های ما تا کی میذارن، اینو من نمیدونم، بلکه کمتر حرفایی زدم دیدین که چند ماه در به در شدم. لیکن اگر این حرف ها باز بشه، تاریخ صلیبیت، جنگ های صلیبی مشخص بشه، بسیاری از کارها حل میشه. و من از خانم رویا خواهش میکنم اگر هنوز سخن منو میشنون، یک کتابی هست به نام حجاب، یادم رفت در اون موضوع بگم، مال ابوالعلا مودودی، متفکر برجسته قاره هند، پاکستان. این کتاب به 50 زبان دنیا ترجمه شده. اگه این کتابو بخونین، من به نظرم به درد شما زیاد خواهد خورد. راجع به موضوعی که جناب محمد شما اشاره کردین، 2 کتاب خیلی مهمه.
خیلی مهمه. یکیش یک متفکر هندی نوشته، یک متفکر مسلمان هندی، یکیشو یک متفکر مسلمان مصری نوشته. اولیش ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جهان، حدود خسارت جهان از انحطاط مسلمانان. مسلمانان وقتی از دین خودشون منحرف شدن، بشریت چه ضربه‌ای که خورد، نه فقط خود مسلمان ها. و اینو یک فیلسوف تاریخ و یکی از ائمه قاره هند که از مورخان تاریخ شناسان و علمای برجسته هنده که اخیراً فوت کرد، خدا رحمتش کنه، به نام مولانا ابوالحسن ندوی، این کتاب نوشته. به فارسی به اتفاقا ترجمه شده. من به دقت نتونستم اونو چیز کنم، مقایسه کنم که آیا تحریف شده یا نه، چون کتابای ایشون در ایران خیلی مرغوب نیست. یعنی چی مرغوب نیست؟ یعنی خود شخصش در ایران مرغوب نیست، چون از انقلاب ایران انتقاد کرد. ولی این کتابش قبل از انقلاب ترجمه شده. آیا بعد از انقلاب تجدید چاپ شده یا نه؟ در ابتدای انقلاب فکر کنم تجدید چاپ شده، فکر کنم، ولی هستش. موقعی که من بودم بود. این کتاب خیلی مهمه در این مورد، بحثی که با جناب محمد داشتم. و کتاب دوم اینو بنده ترجمه کردم اما چاپ نشده، ولی آیا شاید کسی دیگه ترجمه کرده یا نه نمیدونم. اوضاع کنونی ما. اینو نویسندش متفکر شهیر مصری به نام محمد قطب، برادر اون شهید سید قطب مشهور، استاد فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه ام القرى مکه مکرمه بود. بعداً از اونجا به خاطر فشارهای سیاسی تبعید شد، بعداً دوباره بازگشت و فکر کنم الان اونجای ولی تدریس نمیکنه. و این کتابش هم خیلی خیلی مهمه به نظر من، که چرا مسلمان ها نقطه قدرتشون کجاست، چطوری به قله رسیدن، چطوری به انحطاط رفتن و علتهاش چیه. جناب بفرمایید. سلام جناب دکتر مولازاده عزیز، سلام عرض می‌کنم. سلام بر شما آقای نوری. روز زیبای شما بخیر. عاقبت شما بخیر باشه. چقدر من لذت بردم از این گفت و شنود خیلی زیبایی که با جناب آقای محمد همین الان داشتید. خواهش می‌کنم. یکی از بهترین فرمایشاتی بودش که آقای محمد و شما با هم داشتید. بسیار جالب توجه بود. در اهمیت شورا روایت هست از حضرت محمد صلی الله علیه که فرمودن اگر کسی رو در مشورت ندیدید، پیدا نکردید، با دیوار مشورت کنید. اینقدر این مشورت کردن و شورا اهمیت دارد در اسلام. و اینکه فرمودید که اگر که مردم خود را شریک بدانن، سهیم بدانن در دولت، اگر در مشارکت باشن خود را سهیم بدانن، چقدر خوب است که با دولت منتخب خود برای اطلاع کشور خودشون چقدر با هم کار میکنن، دست در دست هم میدن. مشروط بر این که در انتخابات سهیم باشن، دخالت داشته باشن، خود را حفظ کنن. همونطور که دموکراسی که شما فهمیدید غربی‌ها از اسلام الهام گرفتن، این درست است نه آقای دکتر؟ برای اولین بار بود که اسلام اومد مردم را وارد بازی کرد و وارد صحنه کرد. مردم را بعد از اون هم دیکتاتورها، امپراتوری‌های روم و ایران و مصر و غیره که انسان‌ها را می‌سوزوندن، بردگی بود، زنجیر می‌کردن تو پای انسان‌ها. اسلام اومد و انسان را آزاد کرد و آنان را در شورا و در مشورت و در اداره امور شرکت داد. این اولین بار، این نباید از نظر دور داشته شود. و واقعا چقدر این گونه بحثایی که امروز شما فهمیدید ارجحیت داره با تمامی این بحث‌های مذهبی که شما فهمیدید. نه، من به نظرم من حساسیت و خوبی این بحث‌ها رو میدونم، ولی بنده اونا رو ترجیح نمیدم. میدونی چرا؟ اگرچه در مورد شورا کتاب‌هایی نوشته شده که خیلی جالبه. من یه استاد دارم، راجع به این استادم 4 تا دکترا داشت و 7 تا فوق لیسانس. و ایشون میگفت که من در خانه خودم 2 نفر رو بیشتر
بعد از که از دانشگاه فارغ شدم من موندم اونجا که در پیشش درس میخوندم. 2 نفر رو در کل عمر خودم در سوریه در خانه خودم تدریس نکردم. یکی سید هوا که از علمای برجسته اونجا بود، یکی بنده رو میگفت. این استاد محترم کتابی نوشت به نام کتاب‌های نوشت، کتاباش هم در سطح دکترای، همش تدریس دکترا و فوق لیسانس در اینجا تدریس میشه، در دانشگاه تدریس میشه. یعنی ویژگی‌های شرع اسلام در حکومت و سیاست. اگر من سعی کردم کتابو ترجمه بکنم وقتی در ایران بودم، من اگر این کتاب بیارم و خلاصه‌شو بگم بحثاش به همین حده، اما من الان بحث فقه سیاسی اسلامو در ارجحیت نمیدونم. چرا؟ برای که فقه سیاسی اسلام روبنای آدم بیاد تیر آهنو بذاره هنوز پای بست ویرانه، کار درستی نیست. وقتی جامعه‌ای که بنده بهش تعلق دارم غرق در شرک، غرق در خرافات، غرق در اوهامی است که به نام دینه. پیامبر اسلام وقتی که در مکه مکرمه بود یک بار از حکومت اسلامی حرف نزد، نه از حکومت اسلامی بلکه اکثر احکام اسلامی در مدینه نازل شد. در مکه مکرمه همه دعوتش این بود که خدا را بشناسید. این خداشناسی خیلی مهمه. الان جامعه ما خداشناس نیست، مخصوصا جامعه یعنی چه خداشناس نیست؟ یعنی که به خدا باور نداره؟ نه، به خدا باور داره. مگه مشرکان مکه به خدا باور نداشتن؟ مسئله این نیست. خدایان بشری جای خدا رو گرفتن. دقت میکنید؟ این مسئله خیلی خیلی مهمتره. درست کردن ایمان مردم، درست کردن قلب مردم خیلی مهمتر از اینه که کلمات قلم به سلامه بزنین بعد هم این کلمات قلم به سلامه رو آخوند ازش استفاده کنه. اشتباهی رو که مرحوم شریعتی کرد این بود. کلمات زیبا، کلمات خوب، کتابای خوب در سطح دانشگاه، ولی اینا رو که نتی سودشو برد، خمینی سودشو برد. ولی این اشتباه رو آی برغی نکرد، این اشتباه رو آی شریعت سنگلجی نکرد، آی قلمداران نکرد. چرا؟ بلکه شروع کردن یک خشت بنا کردن. این مهمه. درسته که یک خشت شما بنا کنید به دیر نتیجه میرسه، اما محکم و استوار خواهد بود. کاریست پیغمبرانه. بله. به این خاطره. والا من میدونم بحث سیاسی خیلی جالبه، خیلی بحث سیاسی اسلامی مخصوصا اونم در این گرداب و در این گرد خاکی که ولایت فقیه مطرح کرده، اما بنده اونا رو در اولویت نمیدونم، برای که جامعه فساد و آلودگی خرافه‌ایش خیلی بیشتر از اینه. به این خاطره. یعنی من اگه بتونم شرک مردم و شرک ولایت فقیه رو به توحید مبدل کنم، برای من این کافیه. چرا؟ برای که الان آقا میره نماز میخونه، از امام حسین استمداد طلب میکنه، این اصلا نمازش درست نیست. آقا میره حج میکنه اما از امام زمان کمک میطلبه، این اصلا حجش درست نیست. چرا؟ برای که باش خداوند میگه من غنیترین اغنیا شرکم. و این عبادت هایی که انجام میشه الان در جامعه، همه این عبادت ها رو مشرکان مکه انجام میدادن. اونا چیز نبودن، ملحد نبودن، طواف میکردن، نمیدونم نماز میخوندن، اما این کارها رو با چی میکردن؟ با اهواء خودشون قاطی کرده بودن، با شرک خودشون قاطی کرده بودن. دقیقاً همین صفاتی که الان قبر پرستان و گنبد پرستان و بارگاه پرستان و خمینی پرستان و ولایت پرستان میکنن، همه این کارا رو اونا انجام میدادن. البته اونها به این غلظتش نبود با این غلظتش نبود. یه بوتی میتراشید میگه این بوت وسیله منه. خب اینا درست کردنش هم مشکل‌تره و هم مفیدتره به نظر من. بفرمایید. آقای دکتر، میخواستم الان بعد برسونم خود جناب عالی که از پایگاه اسلام مسائل سیاسی، گفتگوهای سیاسی و حقوقی و اجتماعی رو مطرح می‌سازید در رسانه‌های همگانی، برای من خیلی جالب خواهد بود از اینکه می‌بینم که یک روحانی چگونه از مبانی اسلامی و برای من صحبت‌های سیاسی می‌کند برای تثبیت حقوق شهروندی همه ما ایرانیان.
این نکته هستش که ما میتونیم از جامعه، از افرادی تحصیل کرده در معارف اسلام مثل شما برداشتی بکنیم برای تدوین پارامترهای بسیار زیبای سیاسی، برای تدوین همون دموکراسی اسلامی. نه شهروندی برای مسلمان ها، حق شهروندی برای مسلمان ها، حق شهروندی برای مسلمان ها، بر مسیحیان، بر یهودیان، بر زرتشتیان، بر بهائیان، بر هر کسی که بر اون خاک زندگی میکنه. برای که وطن باید برای همه، یعنی اینکه وطن برای همه. پیامبر وقتی که اومد در مدینه قبل از اینکه بهش خیانت بشه و جنگ و فتنه بپا کنند، اولین عهد و پیمانی که بس با یهودیان بست، یهودیان مشرکان و اینا یک پیمان، یک دولت مدنی تشکیل داد. در اسلام دولت مدنی دولت روحانی نیست، دولت مدنی دولت ملایی نیست. بله جواد دکتر، همین که اجازه است خواهش می‌کنم بفرمایید. همینطور که الان فرمودید حضرت عمر در مقام خلیفه مسلمانان اومد و گفت که اگر من کذبم چگونه مرا راست میکنید. این تثبیتی است برای حقوق شهروندی، این که مردم چگونه مشارکت داشته باشند. آفرین. این اصل قضیه است که از بیان اندیشه سیاسی خود نترسند، آزاد باشند. بله. وقتی که ایرانی در بیان اندیشه سیاسی خود آزاد باشد، نترسد و هر آنچه که دوست دارد بگوید، برای رسیدن به بلوغ سیاسی، برای در رقابت با اندیشه های دیگری، برای ایجاد اختلاف پتانسیل سیاسی، این خیلی زیباست. نه که ایرانی باید بترسد از اینکه مبادا اگر اندیشه های زیبایی برای تدوین دموکراسی صحبت کرد از خود در رقابت گفته است، فردا زن و بچه‌اش یتیم میشه یا اینکه از نون خوردن میافتد. اینا نکته‌ای هستش بسیار بسیار. اصلا دین اومده برای همین. دین دقیقاً اومده که بشر رو از دست بشر نجات بده و به خدای خودش واگذاره و به خدای خودش واگذاره و بشر نتونه بر اون حکومت کنه، بشر نتونه اونو استثمار بکنه، بشر نتونه اونو استثمار بکنه. این بشر شکل‌های متعدد میتونه بگیره، میتونه شکل طاغوت بگیره، میتونه شکل فرعون بگیره، میتونه شکل خمینی بگیره، میتونه شکل روحانی بگیره. به هر کس، هر حاکم، هر شاه، هر خمینی، هر ولی فقیه، هر امام، هر کسی که خودشو بالاتر از قانون دونست، اون یک در منطق اسلامی یک طاغوته. باید همه پایین تر از قانون باشن. دقت میکنی؟ مشکل ولایت فقیه اینه که بالاتر از قانونه. مشکل امامت در اینه که بالاتر از قانونه. اینی که در ذهن اینها ایجاد شده. اینو نه اهل بیت گفتن، نه صدر اسلام گفتن، هیچ کسی نگفته. اینها رو دیگران دشمنان اسلام تراشیدن. و مشکل اصلاح این کارا کجاست؟ اینها رنگ اسلامی گرفته. مردم فکر میکنن ما وقتی بر این مطالب انگشت میزنیم فکر میکنن بابا اینا جنگ شیعه و سنیه، اینا اینجوری نگاه میکنن. اصل مسئله متوجه نمیشن بعضی ها. البته تصور بفرمایید جناب آقای دکتر که من در مقام یک شهروند ایرانی چقدر در صلح و امنیت و زیبایی با یک شخصیت اسلامی مثل شما که در معارف اسلامی تخصص دارد این قشنگی صحبت میکنم، یعنی احساس امنیت میکنم. برعکس شما همینطور. همه اینا برای چی است؟ برای اینکه من و شما دوتایی کنکاش کنیم از اسلام اون خود جوهر پیام آسمانی رو بیاریم بیرون، به صورت پارامترهای سیاسی در بیاریم و تدوینش کنیم، بنویسیم با حرفای طلایی بسیار بسیار تمام عیار که هرگز اصلا از بین نرود. اینکه میزان رأی مردم است، واقعا اینجوری است مردم در سرنوشت خود دخالت داشته باشن، مشارکت داشته باشن، مردمی که خلق خدا هستند و خانواده خدا. بله، حس کنن هر آنچه که دارن از آنها است، برای اونها است، حاصل اندیشه های اونها است، در برخورد اندیشه ها با یکدیگر. این خیلی خیلی قشنگ است. اگر که ما بتونیم من و شما در صلح و آرامش و در امنیت کامل از اینکه نترسیم و حرف بزنیم، اگه شما نترسید حرف بزنید، من نترسم حرف بزنم، این حرف زدن ها برای این باشد که در بیان اندیشه ها کدامین بهتر است. و این نترسی رو فعلا دموکراسی های غرب ایجاد کرده، نه مدعیان اسلامی ما. بله، ولی متاسفانه در مصر اینجوری نیست. این آقای حسنی مبارک نه مصر همه خاورمیانه، همه خاورمیانه، برای که حکومتاشون دستشانده دیگرانن. به این خاطره منتخب مردم نیستن، مردم در سرنوشت خودشون شریک نیستن، چه در مصر، چه در ایران، چه در جای دیگه.
بله. خیلی متشکرم جناب نوری. فرمایش دیگه نداری؟ من متشکرم از اینکه حرفاتون امروز تکراری نبود و خیلی متشکرم. من با اجازه شما البته جناب دکتر اینو میخوام اینو برسونم که من و شما به عنوان دو تا ایرانی، یکی از بلوچستان و دیگری از مازندران، چجوری میتونید در رقابت بگید از اینکه هر کدوم در استان خودش بگی که من در استان خودم اینجوری کار کردم برای پیشرفت استان خودم و ما در رقابت باشیم. متوجه که من خب این آرزوی فعلا اینها آرزوی خوبیه، اما فعلا که ما به برکت ولایت و به برکت خرافه های ولایت در استانهای دیگران زندگی میکنیم، نه استان خودمون. هر ملک ماست که ملک خدای ماست. بله. خیلی متشکرم جناب. دکتر ادامه بفرمایید. این راهها، این چالش‌ها کمک میکند به تدوین همان دموکراسی که واقعا ما آرزوش الان بیشتر از 100 ساله داریم ولی کن نمیذارن. با امید خدا رنگارنگ میتونه با جرأت و شهامتی که نشون داده این اگر رو هاتبرت بره به نظر من بسیاری از این مطالب رو میتونه آرام حل کنه. بله. این نکته تحسین همگان رو برمیانگیزد. یعنی آخوندهای ما هم به دست و پا میفتن در رقابت با من و شما چجوری بتونن حرفای قشنگ بزنن، برد مردم واقعا مردم را مبتکر این باشن که مردم مشارکت پیدا کنن هرچی بیشتر از سرنوشت سیاسی، حقوقی و اقتصادی با یکدیگر. انتفاع جوهر پیام آسمانی حق است و عدالت یعنی تدوین دموکراسی اقتصادی، تدوین دموکراسی حقوقی، تدوین دموکراسی اجتماعی و نامه پیام های اسلام هستی. انشاءالله به شما توفیق بده و به همه شنوندگان بینندگان عزیز شما در از قابلیت شنوایی و بینایی و گویایی خداوند حد اکثر بهره برداری رو بکنید. جز از خداوند از هیچ کسی نترسید. آنچه که در دل دارید بر زبان آورید، در سر دارید بر زبان آورید که خداوند شنوا و بینا است و پیدا و پنهان ما انسان ها. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار. ادامه بدین جناب نوری، ادامه بدین. تمام کردی؟ من این کار مختصری مشغول شدم، دوست داشتم شما ادامه بدید. خواهش کنم. اگه مطلب دیگه داریم بفرمایید. از این ندارم رشته سخن را به دست شما میسپارم. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا حافظ شما. خب بسیار خوب. امروز مطلبی رو که شما یکی دو مطلب گفتین، اگر کسی رو مشورت ندیدی با دیوار مشورت کنید، این به نظر من اون روایت های آخوند ساخته که معقول هم نیستش. انسان با دیوار نمیتونه مشورت کنه و به نظر من درست نیست و چون این روایتی نمیتونه درست باشه، چون انسان با دیوار که نمیتونه مشورت کنه. ولی خب همین که وقتی در صریح قرآنه که مشورت کنید این کافیه به نظر من. توجه می‌فرمایید؟ و خب در این لحظه من جناب بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، اکبر هستم. سلام بر شما اکبر آقا، حال شما چطوره؟ راجع به کسرا نمیخوام صحبت کنم، فقط راجع به این حجاب می‌خواستم. آفرین، راجع به کسرا نیست امروز. خوبه. سر خوبیه این آقا کسرا. بله. خدا به مادرش چیز بکنه. جناب اکبر چرا صداتون ضعیفه؟ همیشه شما زنگ میزنید صداتون. ما آقا کسرا پسر خیلی خوبی، ان شاءالله وجود نازنینشو به مادرشون ببخشه. امید خدا من همه شنوندگان ما رو حفظ کنه. به نظر من مسئله حجاب یک مسئله فرعی هستش، یعنی جز اون اصولی نیست که باید به این شکل زیاد اهمیت داد. البته ببینید مسئله حجاب قبل از اینکه مربوط به مردان باشه مربوط به خود زن هستش. بله. یعنی این شخصیت زن هستش که باید حجاب رو رعایت بکنه. و اتفاقا شخصیت زن، این شخصیت زنه که مسئول هم نگه داشته میشه. مسئله مسئول نیست. مسئله این هستش که زن به عنوان یک انسان
عروسک نیست. یعنی این نیست که خودش را دائما به صورت یک عروسک در بیاره که بتونه نظریات مرد جلب بکنه. حجاب در این باید در این مرحله دیدش. یعنی اگر زن میخواد بخش از اجتماع باشه، وقتش صرف این نباید بکنه که دائما موهاشش آرایش بکنه، صورتش آرایش بکنه، یا فرض کنید دنبال لباسهای قشنگ بگرده که دلربایی بکنه. ولی این فطرت زنه آخر، اینها جزء فطرت زنه، اما خداوند اینو براش قرار داده که برای راه شرعی درست کرده این کارها رو برای شوهرش بکنه. یعنی دلربایی زن، زیبایی زن، این که خودشو زیبا کنه، این همچنان جزء فطرتش قدرت برای مرد. به نظر من وقتی میگیم این جزء فطرت زنه، خب در فطرت مردم هست. نه، در فطرت مرد نیست. طبیعتا مرد خیلی دوست نداره که کار میکنه به خودش میرسه. جناب نه، خود رسیدن غیر از اینه. خود رسیدن نه. قوی میکنه. نمیدونم فرض کنید که موهاشو هم میره دائما آرایش، صورتشو آرایش میکنه. این است که به نظر من ولی قدرت، ببخشید عذر میخوام از قطع کلامتون، اما طبیعت مرد غیر از اینه. طبیعت مرد عموما بر قدرته، عموما بر چیزایی که قدرت اونو نشون بده، بر زیبا کردن و زینت دادن خود نیست. عموم مردم، عموم مردها، بگذاریم از چند نفر که طبیعتش عوض میشه، عموما مردها با قدرت و با قدرت نمایی بیشتر فطرتشون سازش داره و درش هست تا زینت کردن. ولی شما کمتر مردی رو در خیابانا میبینید که لباش ماتی کرده باشه، نمیدونم موهاش چیز کرده باشه، برای که در فطرتش نیست. قشنگ با خوشرویی. البته به نظر من زیبایی یکی از نعماتی است که خداوند داده. یعنی همونطور که برای ما، نه شما حرف من متوجه میشین یا نه؟ زیبایی جزء اون هستش. یعنی این یه چیزی نیستش که ما باید اونو نفیش بکنیم، بلکه جزء زندگی بشریت هستش و از نعماتی است که خداوند به ما خود میتونه ما را مثلا به صورت میمون در می آورد و اصلا اون احساس اتیکی که در بشر هستش اصلا به وجود نمی اومد. بله. به این دلیل نباید اون نفیش کرد. بنابراین در جامعه مدرن، ولی الان من نفیش نکردم که، من میگم که اینو در مسیر خودش باید قرار دیم. همین زیبایی رو اگر زن در طبیعتش اینه، مرد در طبیعتش اونه، خب همدیگه رو متکامل میکنن، همدیگه رو تکمیل میکنن، اینها رو در مسیر خودش قرار بده. دین اومده اینها رو در مسیر خودش قرار داده، به جای که از زن یک مانکن درست کنه، از زن یک آلت تجارت درست کنه، از زن یک وسیله شهوت انگیزی درست کنه. نه خیر، زن رو گذاشته برای شوهر خودش، شوهر رو گذاشته برای زن خودش، هر دو رو برای آبادی جامعه استفاده میکنه، هر دو رو برای پیشبرد تمدن بشری استفاده میکنه. همین دلیل من میگم که بنابراین جامعه‌ای که ما درش قرار داریم، جامعه مدرنی که هیچ وقت اسلام با اون مخالفتی نداره، نمیتونه زن رو بهش دستور بده که آقا شما به این شکل بیرون. یعنی شما نمیتونید در حال حاضر، یعنی نه دستورش که اولا دستورش برای جامعه دیگران نیست، اسلام دستورش برای جامعه خودشه. در همون جامعه خودش هم مسئله چیز میشه، مسئله یه ذره پروبلماتیک میشه، یه پروبلم ایجاد میکنه. نه شما بازگشتید مسئله اولی که با آقای محمد من چیز کردم، چرا بقیه جوامع حق داشته باشند قانونهای خودشون رو اجرا کنند، فقط مسلمان ها باشند که حق نداشته باشند؟ چرا؟ آقای چیز ببینید، شما اینو در نظر بگیرید، شما در آزادی خصوصی یک افراد دخالت میکنید. اینا بازی با الفاظه. مگه مرد آزادی خصوصی نداره؟ خب چرا مرد نمیتونه؟ شما نمیتونید به نه چرا مرد نمیتونه در یک جامعه؟ چرا مرد نمیتونه؟ الان زنها رو بذاریم کنار برای اینکه حساسیت ایجاد نشه. چرا مرد نتونه هر چوکی دلش بخواد بره بیرون؟ ببینید شما در یک جامعه نمیتونید به تمام زنها دستور بدید که به این شکل بیان بیرون. آقا اینو بذاریم کنار، من با شما موافقم. خب چرا به مرد میشه دستور داد؟ چه دستوری داد؟ آقا مردها حق ندارن لخت بیان بیرون، با شورت حق ندارن بیان بیرون، با ببین من از انظر اخلاقی با شما نمیگم، انظر قانون میگم. از قانون ببینید مثلا فرض کنید که در بین انسان‌های ابتدایی، مثلا فرض کنید در جنگل‌های آمازون تمام زن و مرد لخت راه میرن، خب ولی هیچ کدومشون چیز نمیکنه، اثرات بدی نداره، یعنی هیچ کس اینو بد نمیدونه یا نه اینو حرفه، شرم از اون نمیکنه. اینا اولا تمدن نیست.
اینا بی‌تمدنیه، عقب افتادگیه، اینا تخلفه. خب و بعدم اینم درست نیستش. وقتی آدم از هر چیزی کام بگیره، آقا سفره باز نیست، آدم سیره دیگه سیره، در هر لحظه سیره میخوره. اصلا من این چیزا رو درست نمیدونم. به نظر من این چیزا من میخوام که بالاخره وقتی که جامعه هر چقدر که پیشرفت بکنه، مسئله ای که زن چه لباسی بپوشه یا مثلا به چه شکلی بیاد بیرون براش عادی میشه. ما اگر جامعه رو ببندیم، خب اگر جامعه رو ببندیم و دستور بدیم که مثلا حق به این شکل و به این شکل لباس بیاد بیرون، همیشه این جامعه بحث است و همیشه این مشکل رو داریم. الان فرض کنید که خانم‌هایی و زنانی که امروز در جامعه‌های مختلف دنیا در اجتماع ظاهر میشن، اگر مثلا 40 سال پیش ظاهر میشدن مورد قابل قبول نبود، ولی الان کاملا عادی شده و ما می‌دیدیم که مثلا اصلا مسئله سر این نیست که زن به چه شکلی بیاد بیرون، مسئله سر که در سر زن چی باشه. تمام زنان بزرگ جهان خب همه بی‌حجاب بودن و خیلی ساده راه می‌رفتن. مثلا فرض کنید خب برای که در محیط‌های بزرگ شدن که اینجوری بوده، اگر همون زن در محیط دیگری بزرگ میشد به همون بزرگیش میبود و حجابش هم میپوشید. حجاب که معنی بزرگی و غیر بزرگی نمیشه که. بنابراین این شما در نظر بگیرید که 50% عایشه رضی الله تعالی عنها یک ژنرال ارتشی، نقش ژنرال ارتش رو بازی میکنه، با حجاب در کجاوهش هم هستش. من اصلا در تضادی در این موردا نمیبینم. من تضاد نمیبینم. من فقط اینو میخواستم به شما بگم که مسئله سر این نیست که ما میخوایم زن و در حجاب بزنه برای که مرد نمیدونم فرض کن چشماش. نه آخه این نظر اشتباهی، این نگرش اصلا اشتباهه. خدا که نمیگه به خاطر نظر مرد، خدا میگه که هم زن هم مرد هر دوشون چیز کنن، چشم چرانی نکنن، هر دوش هم عورتاشون رو بپوشونن. هر دو در یک مساوی قرار داده، اما عورت مرد خود کمتر کرده، عورت زن بیشتر کرده. فرقش اینه. اصلا این نگرش کاملا اشتباهه. این که بیام تضاد زن و مرد ایجاد کنیم. هر دوشون در مقابل قانون خدا مساویان. هر دوشون دستور داده شده بهشون که وارد تمدن بشن، عورتاشون رو بپوشونن. لیکن یکی عورتاشو بیشتر کرده، یکی کمتر کرده. این که به زن و مرد ربطی نداره که. نگرش اصلی اینه. مسئله سره که در یک جامعه‌های مدرن اصلا مسئله چشم چرانی وجود نداره. آقا جامعه‌های مدرن مسئله زیر شکم چرانی وجود داره. چشم چرانی چیه؟ شما یه نفر در جامعه‌های مدرن برای من پیدا کن، یه زن پیدا کن که باکره باشه، یه مرد پیدا کن که در هر هفته کام نگیره. خیلی کمه. اینا وقتی من عاقلان را اشاره کافی است. مدرنی اینها در صنعتشونه، مدرنی در اخلاقشون نیست. در اخلاق مدرن نیستن، در معنویات مدرن نیستن. در اون چیزی که مدرن هستن پیشرفت‌های مادیشونه، نه معنویشون. در میدان معنویات که فقیرن، مفلسن، خودش عقلاشو میگن، دادشون بلند هستن. اما در اجازه بدین در مدرنیشون در پیشرفت‌های مادی و الان اینا به یک بحران گرفتارن. و اون مثالی که بنده عرض کردم که الان ذهنم رفتش که بله راجع به سفره، وقتی سفره رو که بازه کسی گرسنه نمیمونه، همه چی مشترکه، همه چی مشاهه. دقت میکنید؟ دو تا مسئله هستش. شما خودتون از یک جامعه آزادی نسبی که در جامعه‌های غربی وجود داره. این ربطی به این مشابه بودن نداره. این آزادی نسبی یا آزادی بی قید بندیه. آزادی است که بی قید بنده. الان همین آزادی رو دارن قید بند ایجاد میکنن. گوانتانامو نتیجه این آزادیه؟ آیا آزادیه؟ نمیدونم ده ها مسلمان در سراسر اروپا زندانی نتیجه این آزادیه؟ اینم دارن قید بندش ایجاد میکنن. یعنی داره متاسفانه داره شبیه جامعه خاورمیانه میشه به سرکردگی امریکا. این آزادی خوبه، اما اگر این آزادی همراه با اخلاق و معنویات می بود، بشریت پیشرفتش خیلی خیلی جلوتر از این می بود. الان پیشرفتش مادیه. الان آقای هر کسی رو میخواد بگه فقط این چیزو بزن، آقای باشو دکمه رو بزنه ببین در دنیا چه آتشی برپا میشه. یعنی چی؟ یعنی آزادی بدون اخلاق، آزادی بدون معنویات. در هر لحظه بشریت در انتظار غرق شدنه. این آزادی ما جامعه‌های مدرن رو با آقای بوش از چیز عوض کرد. نه آخه نمودار جامعه مدرن کیه؟
نمودار جامعه مدرن آقای بوش نیست، نه آقای بلر نیست، حکام این کشورها نیستن، نمودارش اینان دیگه. آقای دکتر اجازه بدید من چند یه جمله رو بگم. بفرمایید. سر این هستش که ببینید مسئله اجتماعی که خودتون که معتقد به این هستی که اجتماع نسبی، آزادی نسبی که در کشورهای غربی وجود داره، آزادی نسبی بله باعث پیشرفت اونها شده، این همین در همین جامعه نه پیشرفتش ببین از دهن من نگین اینا، من خواهش باز پیشرفتش این آزادی نسبی فقط نشده، یک قرن کامل خاورمیانه رو چاپیدن الان بنا کردن. دقیقاً یکی از پیشرفتاشون اینه. ما با این در فکر نمی‌کنم توافق برسه، ولی مثلا من اون چیزی که من خواستم بگم این هستش که ببینید حجاب مربوط نه به مرد، به هیچ کسی مربوط نیست. حجاب مربوط به زنه. این خب پیغمبر و اگر به نظر من اسلام گفته حجاب را رعایت بکنید به خاطری که زن خودش رو به عنوان یک کالا نفروشه، یعنی سعی در این نکنه که تمام وقت هم و غمش رو برای این باشه که خودش زیبا بکنه و در معرض نمایش قرار بده. اینو من با شما موافقم که زن خب منم همینو دارم میگم. من اعتقادی که میکنم دقیقاً همینه که آقا زن کالا نیست، زن انسانه. حجاب زن برای مسئولیت انسانیتشه. اجازه بدید. بنابراین مسئله چشم چرانی یا نمیدونم فرض کنید که تحریک دیگران، به نظر من این مسئله زیاد مسئله قابل قبولی نیست. یعنی پس وقتی با خدا ملاقات کردی ازش این ایراده بگیر شما چرا این حکم نازل کردید. خب اما آقا اینا وقایته، اینا ارشاداته. اولا اسلام میاد داخل انسان رو درست میکنه، قلب انسان رو درست میکنه، خب با ارشادات و توجیهات داخلی، بعد ایمانش رو درست میکنه، بعد عرض به خدمت شما میاد قانون میسازه. اینها همش در میدان انسان سازیه که ای مسلمان ها این کار بکنید، این کار نکنید، چه کاری بر شما خوبه، چه کاری بر شما بده، چشم چرانی نکنید. بعد میاد قدرت سیاسی رو بعد از اینکه جامعه ایجاد کرده قدرت سیاسی رو بهش میگه که این قانون اجرا کن. اینا رو باید در یک کل دید. اون چه که جامعه زن و کالا کرده امروز جامعه ها مسلمان ها هستند یا دیگران؟ با این حرفاتو موافقم. من خب پس کاری ندارم. خب پس چی؟ من از شما سوال دارم چه وقت چشم چرانی به وجود میاد؟ برای که انسان نیاز به این داره، انسان شهوت داره. چرا دزدی به وجود میاد؟ چرا برای که انسان مجموعی از ضعف هاست، مجموعی از رغبت ها و شهوت ها، اینها نیاز به برآوردن داره. دین میاد این براش این و خداوند این نیازها رو که درست کرده راه درست برای برآوردنش هم درست کرده. راه درست یک کمی مشکله. بشر میاد چکار میکنه؟ اینا رو برهم میکنه، هر چی میخواد به هدفش برسه. یا خوب ولی شما وقتی که به طبیعت زیبا نگاه میکنید این چشم چرانیه؟ اینا قاطی کردن عباس به دباسی. این حرف از شما خیلی بعید اکبر آقا طبیعت شما نگاه میکنید نمیخواد باش بخوابید. اجازه بدین طبیعت وقتی باش نگاه میکنید نمیخواد بخوابید، اما شما یک زن زیبا رو دیدید یا یه مرد زیبا رو دید، اگر گرسنه باشه میخواد باش به هر حال نیاز خودشو برآورده کنه. این حرفم درسته که من یک زن زیبا رو ببینم فقط قدرت الهی نه اینا حرف صوفیان هیچ اساسی. قدرت الهی چیه؟ خب الهی بهت گفته چشم چرانی نکن. قدرت الهی در همین زن زیبا نگاه کردنه. پس برو کازینو هر روز زن زیبا نگاه کن. شما که دلتون نمیخواد که همیشه عجوزه ببینید، شما میخواین که بالاخره زیبایی رو نگاه. آقا خداوند به دستور داده که این کارو نکن، میگه زیبایی رو نگاه کنید. خداوند به دستور، اگه به خدا معتقد خدا گفته این کارو نکن، برای اینکه به فساد میکشه، برای که اون فریفتش میشی زن تو طلاق میدید، نتیجهش این میشه فریفتش میشی، عاشقش میشی، دل باختش میشی، مهارت دست اون میشه مرجع تقلیدت. دقت میکنی؟ مشکل اینجاه. نگاه میکنم آقا همه مشکلات نگاه‌های دیده بیند و دل کند یاد. دیده بیند و دل کند یاد. ولذا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که نگاه اول با شماست، نگاه دوم نه. یعنی چی؟ یعنی اول شما دیدی خیره نشده، خیلی چشاش چجوریه، زرخدانش چجوریه، گونهش، این کارا رو نکن. و باز هم تو دلت چیزی افتاد برو با همسرت نزدیکی کن، این از دلت میره. ببین یعنی همه این کارها توضیح داده.
و الا میشه. خب اینی که میبینیم دیگه 50% بچه از پدرانشون نیستن. دقت میفرمایید؟ آقای دکتر این که مثلا اگر یک دختر خانم زیبایی رو مثلا من ببینم یه دفعه کنیم باشه این برم با خانمم بخوابم، که این به نظر من یک مسئله خیلی ساده نگریه. اما یه چیز دیگر من می‌خواستم بهتون بگم آقای جان. یه چیزی من براتون می‌خوام بخونم. متوجه نشدم اکبر آقا. بله؟ متوجه نشدم چه فرمودی؟ عرض کنم که به نظر من ساده نگری است که اگه ما بگیم که فرض کنید یه دختر زیبایی اگه من می‌کنم فوراً بعد برم مثلا در اتاق خواب خودم با نزدیکی با خانم خودم ببرم. نه آقا این ساده نگری نیست. شما موضوع رو زود درک نمی‌کنین. من نمیدونم چرا علتش چیه که شما امروز اینجور موضوع اینجوری سطحی نگاه می‌کنید. اینجوری نیست. شما از درون انسانی خبر ندارید. این یک قاعده رو داره توضیح میده. ساده نگری نیست. پیامبر ساده نمیگه، قرآن ساده نمیگه. این از اون ذاتی که انسان رو درست کرده رغبت‌هاشو میدونه. شما خودتون ازدواج کردین؟ خب قبل از اینکه ازدواج بکنی، من نمیخوام مثال شخصی وارد بشم، خوب نیستش. خب انسان نیاز داره که نیازهای شهوتیشو برطرف کنه. توجه میکنین؟ اینا رو چطوری برطرف کنه؟ یا راه درست یا راه نادرست. راه درستشونه که خدا گفته، راه نادرستشونه که هر چی دلش میخواد. من فقط وقتی که ازدواج میکنم که فقط به خاطر شهوت ازدواج نمیکنم که. شما ببین از یه شاخه به کجا میپرید؟ من حرفم این نیست که من ولی این یکی از راهاشه. فقط اگر شهوت نمیبود شما ازدواج نمیکردید. اگر نیاز به شهوت نمیبود 10 نفر 100 نفر ازدواج نمیکردن، نسل بشری از بین میرفت. به خاطر این فشار که شما ازدواج میکنید. بقیه چیزها همش درسته، اما اگه شما نیاز نمیداشتید چرا متحمل مسئولیت میشدید؟ این نیاز شما، یکی نیاز شهوت، یکی نیاز بچه، یکی نیاز خانواده. همه نیازها رو انسان داره، از جمله نیاز شهوته. شما اگه شهوت نمیداشتید میرفتید این همه به مصیبت و انداخت خودتون ازدواج میکردید. یک فنومن بیولوژیکی است آقای مولازاده. ببینید بنابراین اگر این مسئله شهوت نبود اصلا بشریتی وجود نداره. همینو میگم، من همینو میگم. نه بنابراین اون هم که میاد ازدواج میکنه تنها به خاطر شهوت نیست، بلکه بشر احتیاج داره که یک خانواده تشکیل بده. آقا ولی این احتیاج خداوند از این راه قرار داده. مثالی که من زدم همین بود. یعنی اگه شما نیاز شهوانی نمیداشتید، خب چرا میرفتید متحمل مسئولیت‌های سنگین در زندگی میشین؟ چیزش که خیلی راحته که الان غربی‌ها همین کارو میکنن. بسیاری از غربی‌ها اصلا خانواده رو به هم زدن، خانواده بی خانواده. چرا فرهنگ سیاسی میدن؟ برای بچه ندارن. دقت این یک حکمت بزرگیه. اون موضوع مختلفه در همین جامعه‌های اینجا اینا احتیاج به اینکه با یک زن و مرد با همدیگه باشن و همدیگه رو تکمیل بکنن خیلی زیاد هست. حالا اگر مثلا این نیازه، این خودش نیاز بشریه. بشر به همدم نیاز داره، به مؤنس نیاز داره. ببینید مثلا فرض کنید شما یک خانم با یک زنی چیز هستید، زن و شوهر هستید. وقتی که اون زن مثلا فرض کنید که لحاظ جنسی نتونه اون چیز به اصطلاح احتیاجات شما رو رفع بکنه، اون زن رو طردش میکنید. نه خیر، برای اینکه علاقه چیزی به اون پیدا کردید. ببینید این مسئله تنها مسئله جنسی نیست، بلکه مسئله الفته. در راستین است که دو نفر به همدیگه انس گرفتن، در یک زندگی مشترک همدیگه رو تکمیل کردن. بنابراین حالا از این موضوع بگذاریم. به نظر من مسئله سر حجاب فقط برای اینکه ما چشم‌چرانی نکنیم، بلکه این عظمت زن رو میرسه که اگه حجابش رو رعایت بکنه و خودش باید به این موضوع آگاهی پیدا بکنه که کالایی نیست و اگر خدا هم گفته که حجاب نه اسلام میگه کالایی نیست. برعکس حضرت عمر نگفت که ما قبل از جاهلیت در دوران جاهلیت زن رو چیزی حساب نمی کردیم تا اینکه اسلام اومد و فهمیدیم که بر ما حقی داره. در اسلام کالایی نیست. اسلام اون کالا نگاهش نمیکنه. به عنوان تنها دینی که به زن شخصیت داده. آقا تا قرن 19 اروپاییان اختلاف داشتن که زن روح داره یا نداره. به دیدگاه مسیحیت روح داره اصلا یا روح نداره، ارزش اینو داره که پیرو مسیح باشه یا نه. اسلام نه، اسلام به زن یک کیانی داد مثل مرد، اما وظایفش مشخص، وظایفش متفاوت کرده. بله. حالا اجازه بدید
من یه جمله رو میخواستم بخونم. آیا این موضوع که زندگی اغلب با درد همراه میباشد در صورتی که آرزوی طبیعی همه ما این است که از آن لذت ببریم، ضد و نقیض به نظر نمیرسد. در طی قرون گذشته بشر تلاش‌های بیهوده‌ای برای گذاشتن از موانعی کرده است که زندگیش را به تلخی می‌کشاند. این موضوع ثابت کرده است که بشر به تنهایی قادر به حل مشکلات نمی‌باشد و برای چیرگی بر آنها احتیاج مبرمی به نظر و هدایت یک مرجع والاتر دارد. چه کسی غیر از خدا قابلیت هدایت انسان را دارد؟ چه کسی غیر از خدا قابلیت هدایت انسان را دارد؟ اصولا میتوان تصور کرد که انسانها را بدون هدایت رها کرده باشد، یعنی خداوند. بنابراین این نشون میده که در توی تاریخی که ما در تاریخ بشریت هنوز بشر نتونه بر مشکلات خودش غالب بیاد اصلا و نخواهد تونست. هر کی میخواد مشکل حل کنه یکی رو حل میکنه، حتی رو بیشتر میکنه. بنابراین مثلا فرض کنید سیستم سوسیالیستی اومد نتونه مسائل حل بکنه، سیستم پادشاهی اومد مسائل بشریت نتونه حل بکنه، سیستم سرمایه‌داری که بدترش کرده اونم نتونه حل کنه. بنابراین این نشون میده که اسلام یک سیستم انقلابی است. در واقع ما وقتی که میگیم اسلام انقلابی یعنی این سیستمی که ما میخوام به وجود بیاریم بر پایه پیشرفت بشریت است، بشریت رو تغییر میدهد. بنابراین من وقتی از فرض کنید از مسئله زن و مرد و حجاب صحبت کردم، خواستم به این موضوع اشاره بکنم که اینها این مسئله حجاب زن یه مسئله فرعی است، یعنی ولی با این فرعیات که کلیات رو درست میکنه، با یک خشت که ساختمان رو درست میکنه. من از شما خواهش میکنم جناب اکبر، این کتاب کوچیکی هستش به نام الحجاب. خب این راجع به حجاب نیست، راجع به زنه. حجاب جزئی از اونه، به 50 زبان دنیا هم ترجمه شده. لطف کنید این کتاب رو به انگلیسی بخونید یا به آلمانی هم هستش، ترجمه کنید. بعد از اون در این مورد من به نظرم اگه بیشتر صحبت کنیم خیلی بهتره. خب ولی یه نکته دیگه فقط بگم مثلا رو خاتمه کنم. این البته من نمیدونم که حرفای خودم راجع به این دیگه که آخر خوندم گفتم یا نگفتم. فرقی بین پیغمبران هستش یا نیستش؟ بین پیغمبران هست یا نیست؟ یعنی خب اجازه بدید این سوالو من الان ناچارم برم بیرون، کار فوری برام پیش اومده. بعد که برگشتم اینو مطرح کنیم. قربان شما، خدا حافظ شما. دوستان اجازه بدید من یه چند دقیقه یعنی کار ضروری دارم برم بیرون و برگردم و امیدوارم که طول نکشه. اینها با این اعدام هایی که کردن و تاریخ کشور رو خونین کردن، اینا تعصب نیست؟ آیا الگوی اینها لنین و استالین و هیتلر و بقیه شاهزمان صفوی و نیرون و بقیه فرعونای تاریخه، یا الگوشون علی و محمد و آل بیت و اسلام؟ مردم عمل رو میبینن، انسان ها عمل رو میبینن، یا سخن و مارکس هم حرفا شیرین داشت، لنین هم حرف شیرین داشت، شارون هم حرفا شیرین داره. مگه به حرف شیطان هم حرفا شیرین داره؟ به حرف نیست که. گفتن که حضرت امیرالمؤمنین با هیچ کدام از حضرات ابوبکر اوکی قبول میکنیم که بیعت نکرده بودن. حالا که بیعت نکردن، چطور موقع که مشکلاتی برای اونها پیش میاد حضرت امیرالمؤمنین مشکلات رو رفع میکنن؟ آفرین. در صورت که خودشون قبول ندارن. اگه بیعت نکرده چطوری باشون همکاری میکنه؟ بیعت کنن به قول این آقا. آفرین. اگه بیعت نکرده چطوری باشون همکاری میکنه؟ از طرف دیگه چطور اون
حضرات که میدونن حضرت امیر در یه همچین موقعیتی با اونها بیعت نکرده، یعنی شایسته و برحق ندونستتشون، از لحاظ سیاسی هم اینقدر گاف میکنن، اشتباه میکنن که میان مشکل که گیر میکنن از حضرت امیرالمؤمنین میپرسن. ببینید چقدر حرفا مسخره است. و فکر میکنم از این به بعد من باید از این نمیتونم بگم قدرت شیطانی، ولی یه رقمی با همه محاسنش، با همه معایبش بدن نیست، من برم روی تلویزیون سلام اگه اجازه بدن، به محض که از اینجور حرفا میزنن همون جا آدم جوابشونو بده، ولی فکر میکنم اجازه ندن که کسی راحت بره روی خط. نه شما نیست. به نظر من اجازه میدن. به نظر من بله. میکنم، مطمئن باشید. تا حالا که اجازه میدن. بله. عرض به خدمتون موضوع دیگه‌ای که میخواستم عرض کنم خدمتون که یک مقدار کمم انتقاد درش هست، چون شما میدونستید دارید از چی سخن میگید ولی کاملا بازش نکردید. یعنی من در اون ساعات اول نتونستم گفته شما رو راجع به این که اسلام فرهنگ رو به مردم بعد از اسلام، ایرانیان بعد از اسلام هدیه کرد. بله. متوجه نشدم منظور شما چیه. فکر میکنم الان من به منظور شما پی بردم. نه من این موضوع رو اصلا جزء سخنم نبود. نه من با شما صحبت کرده بودم یک موقع، گفتید که بعد از قبل از اسلام ایرانی‌ها دانشی نداشتن. منظور چیزی دیگه است. حالا بتونم. بله. این همه دانشمند بعد از اسلام اومد. بعدن که من روی گفته هایش، چون من سرسری نمیگیرم گفته های هیچ کس رو، خواهش میکنم زنده باشید، گفته های شما فکر کردن دیدم حق با شماست. این کند ذهنی من بود که فوراً منظور شما رو متوجه نشدم و شما هم از بس که گرفتار پاسخ دادن به این و اون و مخصوصا اون اوایلی که ما با هم صحبت می‌کردیم سعادت اونو نداشتم به این راحتی افکار شما رو، گفته‌هاتون بگیرم، افکارتون رو بخونم. خواهش می‌کنم. شماست دوران قبل از اسلام، دوران ساسانی، دانش بسیار بالایی هم داشت، ولی یک مخصوص یک گروه بود، نظام طبقاتی بود. طبقاتی یعنی درباریان، روحانیون، اون دفاتریا و کارگر و عرض به خدمتتون دهقانان. نه من مقصودم فقط یه جمله بود، اونی که علم همگانی نبود، مخصوص یک گروه بود. موبدان روحانیان اون زمان علم یک قدرت بود دیگه، علم مخصوص خودشون کرده بودن، نمیذاشتن دیگران یاد بگیرن. بود دهقانان خوندن و نوشتن یاد بگیرن، یا حتی نمیدونم دفاتریا میتونستن به همون اندازه دیوانی یاد بگیرن، نه بیشتر. فقط در اختصاص روحانیان و درباریان بود. و این کور کردن استعداد مردمه، استعداد خدادادی مردم رو جلوشو گرفتنه. این از خوردن مال مردم کمتر نیست. و چون این اسلام دانش رو برای همه تا حد لازم بودن سفارش کرد، این بود که مردم، اونهایی که مستعد بودن برای یاد گرفتن، یک دفعه مثل بهار که بنفشا میزنه بیرون، از دل جامعه بیرون اومدن، یکی بعد از دیگری همچی دانشمندای ایرانی قابل افتخاری پیدا کرد. یعنی اسلام مانع رو برداشت، اون مانعی رو که بشر درست کرده بود، تواقی درست، اون مانع رو برداشت. و روز اول من متوجه قصد شما نشدم، بعد دیدم نه حق با شماست، اصلا اشتباه بود که من در گفتگو تناقض با شما در اومدم. قصد شما بوده و این یک واقعیتی که باید قبول کرد. و خود اعراب قبل از اسلام چی داشتن؟ بله. وارد تاریخ نشدن. بعد از اسلام بزرگترین فاتحان و عادلان دنیا شدن. بله. و موضوع دیگری که از گفته های شما و دوستانمون من گرفتم موضوع حجاب بود. بله. بعد وقتی این ما فقط تحت لفظی لغاتو معنی میکنیم. حجاب منظور اون
پوشیده هایی نیست که روی بدنه. یک زن کاملا پوشیده هم میتونه بی‌حجاب باشه. حجاب از داخل شروع میشه. اولا حجاب از قلب شروع میشه، از ایمان شروع میشه. نه اصلا منظور من چیز دیگه است. موقعی که زنی بله حرکاتش جلف و توجه برانگیز باشه، بله و حتی مقنعه هم داشته باشه، کاملا درسته، کاملا درسته. طوری این رفوشو به خودش بچسبونه که پستی و بلندی های بدنش معلوم بشه. آره کاملا درسته. حرکاتش طوری باشه که حس جنس مخالف رو تحریک کنه. بله. تون صداش طوری باشه که ناخوشایند باشه. اینا همه بی‌حجابیه. کاملا اینا رو اون بی‌حجابیه، نیمه لخت یا لختی بودن کاملا آشکاره. این بی‌حجابی هست که شاید ضررش از اون یکی هم بیشتر باشه. درسته. طرف میمونه که آیا واقعا این متدین است یا این یک زن یک با حجاب جلف ضررش، مثال البته ضررش و فتنهش از یک بی حجاب محتشم خیلی بیشتره. 100%. بعد ولذا قرآن هر دو رو درست میکنه. و دل ربایی این در خصلت حتی حیوانات هم هست. منتها دو گروه از حیوانات هستن، یکی انسانه، یکی میمونها که اینها شباهت عجیبی در همه چیز به هم دارن. عرض به خدمتتون مخصوصا جنس نرشون، موقعی که خانمی میاد با داشتن شوهر در ملأ عام، حرکاتش طوریه که حالا یا واقعا بی‌حجاب لختی یا اینکه بی‌حجاب مستوره، رفتاری میکنه که توجه مرد غریبه‌ای رو جلب میکنه و روی حس شهوی اون اثر میذاره. کمترین ضررش اینه که مرد با خودش بیندیشه. ببخشید شما ادامه بدی، من 2-3 دقیقه باز میگردم، اشکالی نداره؟ همین نزدیکم صداتون رو میشنوم. البته خواهش میکنم. بعد فکر کنه چرا زن بیچاره‌ای که توی خونه فقط به فکر سلامت خانواده و به فکر شوهر و بچه‌ها شد، چرا زن من یک همچین لبندی و جلب توجه کردنی رو نداره و خواه نسبت به زنش یه احساس سردی میکنه. این کمترین ضرریه که بی‌حجابی حالا چه لختی چه مستورش میزنه به اجتماع و خانواده ها به خصوص اسلامیش. اینم از جهت حجاب. و اینی که جسارتا گفتم دو گروه از حیوانات هستن که اینا واقعا از لحاظ شهوی و جنسی عجیبن. یکی انسانه که صحبت کردیم، یکی میمونه که اینها نه مادهش هیچ عبایی داره که در عرض 1 ساعت با 4 تا یکی که رئیس گروهه که اون هیچ هر کی رو خواست با زور و قلدری میگیره، با دیگران در خفای رئیس که نبینه همبستگی و همبستری یا کارهای جنسی انجام بده، هیچ عبایی نداره. و به همین نسبت هم مردا هستن، به طوری که نرای عرض به خدمتتون جوانتر گروه موقعی که رئیس گروه یا قوی ترا هیچ فرصتی به این برای ارضای اون هوای شهوانیش نمیدن، اینها شروع میکنن تنها حیوانیه که یک دنیا از بیننده‌های عزیزتون معذرت میخوام همچنین از شما، تنها حیوانیه که هیچ عبایی نداره با هم جنس خودش رو ارضا کنه یا حتی خود ارضایی کنن. این متاسفانه تنها حیوانیه که به انسان خیلی از اخلاقاش به اون رفته. یکی هم این موضوع بود و موضوع دیگری که بازم از گفته و فرمایشات شما دستگیرم شده. روی موضوع خورده اجازه بدین آیشم، روی این موضوع خورده اجازه بدین من توقف بکنم. اگر انسان از اخلاق و معنویات و دین دور باشه و هیچی پایبند نباشه،
از هر حیوانی ممکنه بلا تشبیه حیوانتر باشه، درنده تر باشه. واقعیت چرا ما رو نقاسی کنیم؟ واقعیت همون دین میاد این صفات های حیوانی رو که در انسان هستش و بنا به حکمت این صفات ها هستش، اینها رو متعادل میکنه، راه شرعی براش رفت میکنه، راه درست براش رفت میکنه. من فلسفه دین به وجود اومدنش برای جلوگیری از خطاهای حالا یا انسانی یا حیوانی مخلوقاته. بله بفرمایید. و موضوع دیگری که یکی از دوستامون صحبت کردن راجع به این که حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند که من خاتم الانبیا هستم. اوکی، حرفی درش نیست و چون ایشون این حرفو زدن بنابراین ما دیگه احتیاجی نداریم که به گفته‌های ایشون گوش کنیم یا راه مذهبی رو بریم و باید به راه‌های مدنی بریم. یعنی دینشو بزنیم کنار. خلاصه حرفش اینه چون گفته من خاتم الانبیا هستیم بریم رو جامعه مدنی، پس دین پیغمبر رو بزنیم کنار. این یک مغلطه محض. جناب دکتر من طوری دیگه با اجازه خودتون میخوام اینو بازش کنم. بله. حضرت رسول از روز اولی که اومد گفت من خاتم انبیا هستم. بله. آخرین رسولی هستم که خداوند فرستاده. بله. اگر منظورش این بود که دیگه شما احتیاج به چی ندارید که اینو روز اول گفت، یعنی اومدن منم بی خود بوده. نه شاید در ذهن ایشون اینطوریه که ما دیگه نیازی به خامنه‌ای و شما امثال شما نداریم. این حرف تا حدودی درسته. در اسلام نیازی به روحانیت نیستش اگر به حسن تعویل بگیریم، اما قرائن ایشون چیز دیگه رو نشون میدن. در اسلام هر کس میتونه بره دین رو بفهمه با مطالعه کردن. اضافه این که جناب دکتر خود حضرت رسول خلاف این گفته دوست عزیزمون آقای علی آقا از منچستر بله. نشون دادن و اون هم این که در تمام مدت زندگیشون فقط برای ترویج دین، یاد دادن و آموزش بیشتر این دین به تمام افراد شروع کردن به این کار و بعد از اون هم تشریف بردن ایشون. ولی خلفایی که اومدن معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون دین باید ادامه پیدا کنه، تعلیمات باید ادامه پیدا کنه و همه اصول و فروعش هم بر همینه. آقای میاد مثل آقای خمینی آبروی دین رو میبره، آقای میاد مثل آقای خامنه ای یک استغفرالله یک شاهی برای دین آبرو باقی نمیذاره. اینا رو بگذاریم ولی همیشه به صالحان دین، همیشه به این که من معلومات دینی ندارم. نه ایشون صالحی مثال زد امثال سیستانی که دربست در اختیار پریمر بود و امریکا. صالح در نزد ایشون اینه که نوکر دیگران باشه. صالح در نزد ایشون یعنی در ذهن ایشون اینه، چون ایشون چونی حرفی زده سیاست یک هنره و آدم باید بره عبادت کنه و تمام شده. خب این حرفیه که همون حرفیه که کلیسا زد که اگر به نام قیصر، به نام عیسی علیه السلام، و این جنگ قدیمیه که اگر یکی به صورت سیلی زد صورت دیگه تو نگه دار. این همش بازیه، ربطی به دین نداره. با شماست. حتی من آقای دکتر شنیدم از اطرافیان اون موقعی که میتونستم برم ایران و اوائل انقلاب بود و هنوز اینا با من در نیفتاده بودن و اینا، من شنیدم از همونایی که برای اولین بار رفتن کاخهای سلطنتی رو امثال آقای رفسنجانی و اینها، اگر یکی از اقوامشون بشنوه یا پاسدارایی که باش بودن حرف منو یادش میاد، اگر حقیقت داشته باشه غیر از این نگفتم. با یک شورت تنها میان بیرون و میپرن توی استخر. بعد پاسدارا میگن جناب رفسنجانی الان آفتاب داره میره، شما رفتی استخر سرد نباشه. گفت نه تا حالا نوبت اونها بوده، حالا نوبت ماست. منظور من حالا به این نبود، منظور من اینه ایشون برای صحبت کردن با رؤسای کشورهای
نمایندگان دیپلمات‌های کشورهای عربی اون اندازه تسلط به عربی نداشته. آقا عربی نمیدونه، قرآن رو در نماز جمعه خود اشتباه خون، عربیش کجاه؟ وای به حال قل اعوذ برب الناس اشتباه میخونه، قل اعوذ برب الناس که بچه‌های ابتدایی بلدن. حتی میگن خود خمینی هم با اینکه مدتها در نجف زندگی کرده بود، غیر از صحبت‌های روزمره، موقعی که به جملات و مباحث علمی کشیده میشد در عربی ضعف داشت، مجبور بود کسی. آقا سیستانی الان زنده، خب یک بار جرأت میکنه بیا تو تلویزیون حرف بزنه؟ جاهلن اینا، عوام فریبن. خامنه‌ای عربیش بهتر از سیستانیه. دقت میکنی؟ متاسفانه. و خوش به حال ما و وای به حال نظام که انشالله داور بتونه موفق بشه، شما موفق بشید، این برنامه ها بره روی هاتبه. فکر میکنم بعداً باید یه مقدار سیانور هم فرستاد ایران، از دق مجبور میشن خودشون از بین. خیلی متشکرم جناب. نمیدونید چه تأثیری میذاره این در تمام سطح ایران. با امید خدا فرق نمیکنه برای سنی یا برای شیعه، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. خیلی متشکرم. رو به هم نزدیک میکنه. اینها حتی برای خود مدعیان روحانیت بهتر خواهد شد، برای که خودشون از این منجلاب نجات بدن، خودشون از این خرافت ها و بدعت ها نجات بدن، برای خود اونها هم بهتر خواهد شد. ولذا آیت الله برقعی وقتی که روشن شد شوخی میکرد، گفت من خر بودم آدم شدم. اینقدر شهامت شده حقیقت رو بگه. بله. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. عرض به خدمتتون همه این آخوندا روح شیطان درشون حلول نکرده که مثل این آقایون سران نظام. نه ولی بعضا کسانی که احساس گناه میکنن از اینکه دنبال روی این رژیمن، از اینکه فرصتی پیدا نمیکنن، یا نمیشناسن حقایق رو به مردم بگن، همون یا نمیشناسن یا قدرت خروج از این تار عنکبوت رو ندارن. مشکل اینجاست. موقعی که ببینن مردم آشنا شدن، اینها هم اون جرأت رو پیدا میکنن، هم اون نفس سلیمو که واقعیات رو با مردم در میون بگذارن. و به شما قول میدم 70% همین آخوندایی که ما الان بنزه یک توش براشون ارزش قائل نیستیم، مقام خودشون رو پیدا کنن به عنوان صالحان دینی، فقط صالحان دینی، و اونهایی که حرف خدا و حرف حضرت محمد و دین رو میزنن، بیان سر کار و صادقانه و خدایانه به مردم خدمت کنن. خیلی متشکرم جناب. به قول شما فکر خمس و زکات و عرض به خدمتون هزاران بهانه دیگه که برای چاپیدن مردم پیدا کردن. خیلی متشکرم. من از شما تشکر میکنم. امیدوارم نفستون همیشه گیرا، سلامت باشین. روی کافی خداوند بهتون عنایت کنه و امیدوارم من شنونده به حرفاتون بیشتر دقت کنم. خیلی متشکرم. سلامت باشین. بطن گفته های شما رو متوجه باشم. خیلی متشکرم. روز شما بخیر. میخواستم بگم شب، چون اینجا الان ساعت 8:30 صبح. بله. منم قصداً به شما وقت دادم 25 دقیقه برای که شما از شب بیدارید و میخواستم اون چرا که در ذهنتون هست بفرمایید. خیلی خوشوقت شدم. حسن نیت شما. تشکر میکنم و درود به همه اونهایی که از گفته های شما استفاده میکنن. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. سلامت باشین. خدا حافظ شما. از خداوند متعال میخوام که سخنانی رو که بر زبانم جاری میشه از هوای نفس، از کینه، از بغض، از حب و بغض شخصی، از منافع دنیوی دور نگه داره و همه اینها رو در راه اصلاح ملت، در راه اصلاح جامعه، در راه مفید بودن برای مردم کشور، در راه مفید بودن برای جامعه فرهنگی و سیاسی و دینی کشور قرار بده. خب در این لحظه که تلفنی نداریم اجازه بدید من بعضی از بحث ها رو بررسی کنم، یه بحث جدیدی رو شروع بکنم. اگر اون چه که در دیروز هم قابل توجه هست. خب ببینیم آیا
درباره آیات آخر سوره کهف، یأجوج و مأجوج دو قبیله دو طرف این دره رو بس در دیف هم داخل اون هست. این نظر این روایات رو و بیپای و اساس بودن بسیار از این روایات رو بررسی کردن و مشخص کردن. حالا شما بیاید بگید که فقط جمع آوری کردند و در این که معاویه و لشکریانش بگیم که بیشترین توهین به فقط این گروهی از صحابه مرتد نشدن، ولی سندهای اهل سنت میگویند که تمام صحابه مرتد شدن. حالا ما که معتقد نیستیم همه صحابه مرتد شدن. خب اگر اولا که شما معتقدید، اولا که شما همه صحابه اون رایی که استثناء میکنید 4-5 نفر بیشتر نیستش. ثانیاً این که شما سخن دیگران که نقل میکنید، جناب هدایتی افترا نزن، دروغ گفتن، افترا زدن، اون هم در تلویزیون ها کار خوبی نیستش. کجا اهل سنت گفتند که همه صحابه مرتد شدن؟ خب شما یه روایت نقل میکنید، خب این روایت رو که شما نقل میکنید امروز من بررسی میکنم تا ببینیم که آیا شما بر دیگران دروغ میبندید یا حرف اونها رو نمیفهمید. بفهمیم بریم جلوتر. بسیاری بودن، یعنی بسیاری که چه عرض کنم، عده‌ای بودن که نه تنها مرتد نشدن بلکه بسیار ثابت قدم هم بودن، مانند عمار یاسر، مانند حبیب ابن مظاهر که تا کربلا هم بود، مانند سلمان فارسی، ابوسر، مقداد. خب هیچ کدوم اینا از مهاجرین انصار نیستن. شما همه را مهاجرین انصاری که قرآن از اونها تعریف کرده اونها رو تکفیر میکنید. اینها هیچ کدوم از مهاجرین انصار نیستن. و تازه اینجا هم داری تغییر میکنید، اینجا هم حزبازیه. الان من میام سراغ این موضوع. جناب بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای ملازاده. به به، سلام بر شما خانم نیکی، حال شما چطوره؟ متشکرم، انشالله شما خوب هستین. سلامت باشین. خیلی متشکرم. مدت هاست که تشریف ندارید. من یه سوال داشتم راجع به خرافاتی که شما توضیح دادین یه تقریبا 45 دقیقه پیش. بله. راجع به خرافاتی که در دین مسیحیت و دیگر ادیان هستش که در اروپا بهش اشاره کردین، میخواستم اینو اگه امکانش هست یه مقدار بیشتر توضیح بدین، برای که من در کانادا کلیسای نوتردام که رفته بودم اونجا به عین خودم دیدم که همون خرافاتی که ما داریم اینها هم حضراتی دارن که به اونها متوسل میشن و من این اصلا توسل بازی از اونجا آمده. بله، توسل بازی از مسیحیت اومد به جهان اسلام به شدت بیشتر. اینها برای هر کدوم از اینها یک دونه مجسمه داشتن و یک دونه دعای توسل زیرش به زبان انگلیسی بود و جلوش یه عالمه شمع روشن بود. بله. و من دیدم که اینا هم گرفتار این موضوع هستن. حالا نمیدونم آیا در اروپا هم این مراسم وجود داره یا نه. اگر امکانش هست یا الان یا بعد اینو لطفا این توضیح بدین، من ممنون میشم. خواهش میکنم. سلامت باشین. اون روزم من قرار بود که مجددا تماس بگیرم از شما، آدرس ایمیل بگیرم، برای نماز مجبور شدم برم، بعد از اونم موفق نشدم. انشالله تو اولین فرصت اینو ازتون میگیرم. خواهش میکنم. زنده باشین. ممنونم. در پناه خدا باشین. سلامت باشین. خیلی متشکرم. لطف کردین. خدا حافظ شما باشه. اصل خرافه در مسیحیت یا در میان مدعیان مسیحیت اینه که بشری رو به خدا تبدیل کردن. اصل مصیبت اینجاست. وقتی که خود حضرت مسیح علیه السلام منادی یکتاشناسی خودشو میشناسه، خودشو منادی یکتاپرستی میدونه، همچنان که در انجیل یوحنا میخونیم و اون روز این آقای ایرج اومدن و اینو توضیح بهش دادم، دیگه از این شاخه به اون شاخه میپرید. هر موقع یه شخصی از اصل موضوع خارج شد
و شاخه به شاخه بپره، معنیش اینه که اونجا گیر کرده، نمیخواد اونجا وایسته. جوابی در اون موضوع نداره. حرفش این بود تنها شما با چه دانشی این حرفو میزنید؟ عجب. آقا کتاب واضحه، با چه دانشی چیه؟ در انجیل یوحنا میخونیم که 17:3 و حیات جاودانی این است که عیسی میفرماید تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی عیسی خودشو فرستاده میشناسه. لا اله الا الله عیسی رسول الله، اینو میگه. یا در انجیل مرقس اومده اول همه احکام این است بشنو ای اسرائیل خداوند خدای ما خداوند واحد است. پس این تثلیث از کجا آمد؟ این سه خدایی از کجا آمد؟ این که عیسی آمد بشه خدا آمد بشه عیسی جسم شده رفع شکم مادر از کجا آمد؟ این همش بدعت هاست، بدعت ها و ضلالت هایی که بشریت و قرنها به قهقرا برد. ولذا تا خداشناسی درست در میان بشر نباشه، بشر همیشه به این جاهلیت ها مبتلاه. و مسیحیان بعد از قرنها همچنان که یهودیان به بدعت گوساله پرستی مبتلا شدند، اینها به بدعت پیغمبر پرستی مبتلا شدند و عیسی را مثل کریشنای هندی به صورت یک انسان منجی دونستند. ولذا ولتر میگه که مسیحیان تا 3 قرن معتقد به الوهیت مسیح نبودند، تا 3 قرن کامل. بعد دولت قسطنطین اومد و اینها رو موحدان مسیحی رو لت و پار کرد تا تونست اینها رو همیشه سیاستان انسان ها با سیاست بازی. اون موقع نمیگفتن وهابیه، چیز دیگه بهشون میگفتن و اومدن عیسی رو خدا کردن تا از او برای خود جای او بنشینند. مدعیان امامت علی را امام کردند تا خود نایبش بشند. همیشه تحریف ادیان به خاطره. هر جا که بدعتی سربلند میکنه دنیا درش هست، دین درش نیست. و پولس اومد همین بازی ها رو که ابن سبع در اسلام بعدها انجام داد، همین بازی ها رو قبل از او یک دشمن سرسخت حضرت عیسی علیه السلام انجام داده بود. تا زمانی که عیسی زنده بود با او می جنگید. وقتی که فوت کرد لباس او رو برتن کرد. یعنی چی؟ در قالب اون اومد تا دین اون رو خراب بکنه. و الان مسیحیتی که در میان مسیحیان هستش عقاید و آرا و اندیشه های پولس، نه عیسی. هر کسی که در این مورد تحقیق کرده، هر کسی که در این مورد قلم زده، چیز نوشته به طور موصف، این موضوع رو اظهار کرده. و اینجاست که قرآن میگه که یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. در اصل این کلمه بین من شما که مشترکه، جز خدا رو نپرستیم. ولی خدا رو چطوری میشه پرستید اگه خدا رو نشناسیم؟ از راه کی؟ از راه پیغمبر. از راه کدوم پیغمبر؟ مگه پیغمبران حرفشون متفاوته؟ حرفی بود که آقای اکبر زد و بعد سوالشون بر الان بعدم زنگ نزد. حرف پیغمبران همش یکیه، یک خدا رو بپرستید. نیامدن که ما رو بپرستید، نیامدن که محمد رو بپرستید، عیسی رو بپرستید، موسی رو بپرستید. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. بیایید
در یک کلمه مشترک بین من و شما یکیه، برابره، و اون اینه که جز خدا رو نپرستیم و به شرک قائل نشیم. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و همدیگر رو ارباب نگیریم، رهبر نگیریم، مرجع نگیریم، بت نگیریم. کلمات خیلی واضحه، معانیش یکیه، شبیه همه. فان تولوا، اگه قبول نکردن رفتن، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خب ما مسلمانیم، شهادت بدید که ما مسلمانیم، گواه باشید که ما مسلمانیم، مطیع خدا هستیم. یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید، افراط نکنید. اینو امروز توضیح دادم. ولی آقای پولس از کجا آمد این غلوها رو ایجاد کرد، این افراط ها رو ایجاد کرد، این افراطگرایی ها رو، در صورتی که خودش از دشمنترین دشمنان مسیحیت بود، بدترین سرکوب ها رو بر ضد موحدان مسیح انجام میداد. یک شبه در سال 38 میلادی ادعای وحی کرد که بهش وحی میشه و در واقع مسیحیت را به انسان پرستی و بت پرستی تبدیل کرد. اولی شخصی که ندا سر داد که عیسی علیه السلام خدای، پولس بود، همون خاخام. اولین شخصی که خرافه فدا و کفاره را ایجاد کرد پولس بود. اولین شخصی که دعوت به جهانی بودن مسیحیت کرد پولس بود، عیسی نبود. عیسی گفت که من بر گوسفندان بنی اسرائیل برانگیخته شدم. اولین شخصی که ادعا کرد که صلیب بر جسم عیسی واقع شده، یعنی عیسی اعدام شده، پولس بود. و قصدش چی بود؟ بلبله ایجاد کنه، تناقض ایجاد کنه و به حکام نزدیک شد تا صفت شرعی به حکام بده و بتونه بدعتای خودشو رایج کنه. ولذا کلین ویلسن میگه که پولس شخصی بود بسیار متهور و گستاخ و ادله ها و براهینش بسیار مضطربه و دینی را که اختراع کرد و مسیحیت نامید هیچ ربطی به تعالیم مسیح نداره. نیچه میگه که مسیحیت در جوهر خودش دعوت به نظام و قدرت بود تا اینکه پولس اومد، اونو پاسکال یهودی اسمشو میذاره، که بسیار مایل به خرافه ها و مکرها بود، یعنی بازیگر سیاسی بود و مسیحیت رو منحرف کرد. جناب بفرمایید. جناب بفرمایید. چرا فوش میدید آقا؟ چرا فوش میدید؟ مگه منطق ندارید؟ من قطعت نکردم ها. خب خودت قطع کردی. چرا فوش میدید؟ سگ که فوش نمیده که. حرفی بزن، بضاعتت که رایجی میکنید همینه. متاسفم برای خانوادت که نتونستن تربیتت کنن و خدا هدایتت کنه. تقصیر ندارید. اندیشه دینیت حتما اینو بهت یاد داده، با کمال تأسف البته. جناب بفرمایید. سرکازی به اطلاعات بیدار شد. به اطلاعاتی بیدار شدید، از کار برگشتید. ماشاءالله. الان 5:30 وقت ایرانه ها. 2 آره 5:30. بریم سراغ سخنان آقای هدایتی که میگه که مدعیه که اهل سنت همه صحابه را تکفیر میکنن و تازه اونها نه با
اونا که نمیگن همه تکفیر نیست. این عوام فریبی نیست. چیه شما رو به خدا؟ در عمرتون شنیدید که اهل سنت همه رو تکفیر بکنن؟ اهل سنت یک صحابه رو تکفیر نمیکنن. این عوام فریبی ها برای چیه؟ این بازی ها برای چیه؟ الو، چرا انقدر فحش میدی آقا؟ از کجای حرفام ناراحتی؟ خب هیچ، فحش بده، وقت ما تلف نمی کنم. با دهن خودت خراب میکنی. و پس این یک چیه؟ یک عوام فریبیه. بریم سراغ دلیلش، ببینیم دلیلش چیه. یک حدیثی رو میگیره، یک روایت درستی رو میگیره، تحریفش میکنه. و نه اینکه تحریفش میکنه، بلکه چیزی رو میگه که هیچ کدوم از اهل سنت اینو نگفتن و اون حدیث هم این معنی رو نمیده. اهل سنت از شما ایراد میگیرند که شما چرا صحابه رو فحش میدید، بعد خودشون میرن صحابه رو تکفیر میکنن. این هیچ بچه دبستانی میپذیره؟ خب الو، خب بابا فحشا شروع شد. دلیلشو نگاه کنیم. بزرگانی که همیشه ما تجلیل کردیم ولی دیگرانی که پیمان شکنی کردند مانند طلحه و زبیر و رفتن جنگ خانمانسوز جمل رو راه انداختن. شما آقا طلحه و زبیر اصلا باش بیعت نکردن، چطور پیمان شکنی کردن؟ به زور آوردنشون، به زور آوردنشون که بیان بیعت کنین. بیعت مکروه هم جایز نیستش. بعد هم رفته بیرون. پیمان شکنی اینه. عاشق کسان بیعت نکرد، معاویه کسان بیعت نکرد. و شما پیمان شکنی، الان شما حق پیمان شکنی دارید. آقای خمینی در مقابل ملت چه پیمانی بست؟ رهبر عالی قدرتون در تاریخ ولایت باز خودتون یک پیمان بیاری که شما بهش انجام دادید؟ آره، با امریکا خوب پیمان بستید، نشکستیش. آقای سیستانی پیمان خوبی بسته، نشکستش، مبارک باشه. آقای ولایت فقیه پیمانشو به درستی رعایت کرده. اما بنده سوالم در اینجا نیست، با مسلمان ها چه پیمانی نشکستیم؟ بهمینه که برادریم، وحدت داریم، وحدت اسلامی، با اینها چه پیمانی نشکستیم؟ در اول انقلاب آقای بهشتی میگه الان 1000 سال بعد از 1000 سال اختلافات خودمون حل میکنیم، به تو مسجد میدیم، فلان میدیم، وزارات همه را شریک علیه. بله عجیبه. آخوند ولایت باز که 9 دینش تقیه و دروغ از پیمان شکنی که حرف بزنه، از پیمان شکنی اصحاب پیغمبر. امامی داغ‌تر از امام. دارید تمجید کنید، ما هم امیدواریم شما با اونا محشور بشید. خب الان این نمیتونه یک کلمه حرف بزنه مگر اینکه سب و شتمشو هم بکنه. و اون موقع که تقاضای مناظره کرد تو تلویزیون، من اتفاقی تلفن رو باز کردم تلویزیون، این آقا تقاضای مناظره میکنه، زنگ زدم تو من حاضرم. گفت خب دیگه در ملای عام نمیتونه رد کنه. بعدش اونجا لعنت کرد. اونجا هم لعنت کرد. اجازه بدی من فکر کردم این آقا ادعاش که مطرح میکنه دلیلی هم مطرح میکنه ولی دلیلی مطرح نکرد. دلیلش چیه؟ حدیث حوض، درسته؟ جانم بفرمایید. سلام بر شما. سلامت باشین. بفرمایید جناب. عبدالمجید هستم از اروپا خدمتتون زنگ میزنم. آقای عبدالمجید از اروپا، خواهش میکنم بفرمایید. در مورد یه دوستی که از ایران صحبت کردن، زنگ زدن و فرمودن در این مورد که جامعه مدنیت و جامعه مدنی از ایران نبود، از مانچستر بود. بله. شما جواب ایشونو دادین که جامعه مدنیت رو از اروپاییان از اروپا یاد گرفتن. نه، من برعکس گفتم از ما یاد گرفتن. اروپاییان از ایران یاد گرفتن. نه 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 گفتم از ایران یاد گرفتن. از اسلام. بله. زمانی که خودشون زیر آتش کلیسا بودن دیدند که مسلمان ها روحانیتشون حکومت نمیکنه، جامعه مدنی دارن و این عیبی نیست، هر کسی از کسی دیگه یاد میگیره.
ما الان چیزایی که از اونها یاد میگیریم؟ باید یه چیزی وجود داشته باشه که دیگران از اون اصل استفاده کنن. خب اون یعنی شما جامعه مدنی رو در چی میدونید؟ نه من نمیخوام صحبت. خب اون چیز وجود داشت. چون بحث پیش میاد. خب اون چیز وجود داشت. اون که جامعه مدنیت و اروپاییان از اسلام یاد گرفتن. خب شما میگه از کجا یاد گرفتن؟ خب نه من میخوام جواب شما رو بدم. اگه واقعا از اسلام یاد گرفتن جامعه مدنیت در اسلام یکیش قصاصه. میخوام ببینم الان در قرن آقا